به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه منبر شما عزیزان. در این برنامه همونطوری که عزیزان در جریان هستن بیشتر صدای شما بزرگواران را میشنویم، تماسهای شما را، سوالاتتون، انتقادات، پیشنهاداتتون. در طی هفته‌ای که گذشت ما برنامه‌ای داشتیم در مورد قضیه شهادت امام حسین رضی الله تعالی عنه و یارانش در کربلا و یک سری موضوعاتی رو بیان کردیم که بعضی از عزیزان به مزاجشون بر نخورده بود، اعتراضاتی داشتن، انتقاداتی داشتن، بعضی هم کامنت هایی نوشتن. در این برنامه هر کسی که اعتراضی داره، هر کسی که نقدی داره، بحثی داره در مورد این موضوع، ما در خدمتشون هستیم و میتونن تماس بگیرن و مستقیم با ما این موضوعات رو بیان بکنن و اگر بحث علمی میخوان بکنن و جایی انتقادی دارن در صحبت‌های ما میتونن آزادانه در این برنامه بیان بکنن. من اولین تماس رو میگیرم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین استاد محترم؟ سلامت باشید، زنده باشید. حالتون کنه، بفرمایید. زنده باشین استاد. بسیار کوشش میکنیم به تماس شیم. وقتایی که تماس ما رخ میشه اوکی نمیکنیم و میفهم تراکم تماس ها زیاد است. معذرت ما را بپذیرید برادر عزیز. من یک چند سوال داشتم. بفرمایید. من سوالات ما یادداشت کرده بودم که فکر میکنم خدا خیر کنه. بفرمایید. استاد بزرگواری، اولی که رقیه‌ای که آیات قرآن کریم در کاغذ نوشته میکنن، بعد رو در آب میاندازن، بعد آب از رو میخورند، چی شرعی داره؟ کدام سند شرعی داره؟ آیا جواز داره؟ نداره؟ کدام حدیث در این مورد داریم نداریم؟ یک کسی هست در صفحات مجازی رقیه شرعی گفته این کاغذها را که آیات قرآن در اون نوشته سور در آب میاندازه و بعد حتی خودم کاغذ را میگه که خود این کاغذ را میخوره، بعد دیگه در اون میندازه و اشتهایش پاک میشه، در اون میره باز آبش را میخوره، بعد خودم کاغذ را هم میخوره. همین کدام سند شرعی داره یا نداره؟
نه، یعنی ایرش شویست میگن یا شسته میگن. این دلیل شرعی نداره، یعنی حدیث در این مورد حدیث صحیح وجود نداره که صحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم همچین امری کرده باشن. آنچه که از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم روایت شده این است که انسان یک سری دعا، یک سری آیات، یک سری دعایی که در احادیث آمده یا در قرآن کریم ذکر شده، اینها را در اوقات معین برای مسائل مانند جن، شیطان، سحر، جادو، فلان این چیزا بخواند، به تعداد معینی در بعضی روایت ها ذکر شده. اما اینکه یک کاغذی آیات قرآن رو می نویسن، بعضیا میدن که این رو دود بکنید، میگن سر زغال بگذارید در هم خانه‌ای که مثلا شخصی که میخوان چیز بکنه. بیشتر این جادوگرا و فالبینا و این ملاهای دروغینی که هستن در افغانستان این کارا رو انجام میدن. این دود کردن و شستن و اینا، نه، اینا هیچ وجه شرعی نداره برادر عزیز. زنده و سلامت باشین استاد. و سوال دومی که دارم استاد در مورد دعا است. یک مرا مخشوش ساخته می که ما وقتی دعا میکنیم به طور مثال به خاطر مردم غزه دعا میکنیم، خدایا اونا را موفق بگردان، خدایا اینا را از این مشکلات خلاص بگردان. سوال من این است که یعنی ما از الله کدام مهربانتر هستیم نسبت به مردم غزه که الله خودش با وجودی که میبینه که چی رنج و درد اونا تحمل میکنن، بعد ما بیم که خدایا مشکلات اونا را حل بگردان، اونا را از این مشکلات خلاص بگردان. یعنی وقتی الله خودش میبینه، الله خودش از تمام مشکلات با خبر است. دعای ما چی تاثیر میفهم؟ دعا عبادت است و عبادت مطمئنا تاثیر خدا داره. اما سوال من این است که وقتی الله متعال تا زمانی که ما دعا نکنیم، یعنی الله متعال درد و رنج اونا را خلاص نمیگردن، در حالی که میبینه اونا با چه درد و رنج را متحمل میشن. ببینید برادر عزیز، ما در قبال مظلومیت امت اسلامی، در قبال مظلومیت ملت مظلوم فلسطین یا هر مظلومی که در هر گوشه ای از دنیا باشه، ما در قبال آنها وظیفه ما دعا کردن نیست. متوجه شدید؟ وظیفه ما جهاد کردن است، وظیفه ما کمک کردن است، وظیفه ما مدد رساندن به آنهاست، وظیفه ما در کنار آنها ایستادن است. در هیچ جای قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته که اگر شما دیدید که بر برادر مسلمانتان ظلم میشه، اگر شما دیدید که بر کشور اسلامی حمله شد، اگر دیدید که کفار در جای مسلمانان را قتل عام میکنن، شما بشینید دعا بکنید. دعا کار مردمی هست که دیگه هیچ راهی، هیچ چاره‌ای ندارند. متوجه هستید؟ متاسفانه امروز ما با وجود این که حدود 2 میلیارد یا بیشتر کمتر مسلمان در دنیا وجود داره، ما به اندازه خار هستیم، به اندازه ذلیل هستیم، به اندازه از تعلیمات الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم دور هستیم که فکر میکنیم که ما با دعا کردن آنها را یاری میدهیم. درست است، دعا کردن در حق مسلمان، دعای مسلمان در مورد مسلمان مستجاب می شود، اینا همه درست. اما آیا وظیفه اول ما دعا کردن است؟ وظیفه اول ما جهاد با کفار است. وظیفه اول ما این است که امروز جهاد در فلسطین، دفاع از مظلومان در فلسطین و غیر فلسطین، هر جایی که مسلمان ها مورد ظلم و ستم قرار بگیرن، این بر ما فرض عین است. نه اینکه بشینیم بگیم که والا ما دعا کردیم، وظیفه خود ما را انجام دادیم. امروز متاسفانه بعضی از مسلمان ها خودشان رو فریب میدن با همین دعا کردن، یعنی دعا میکنن فکر میکنن که یک کار خیلی بزرگی رو انجام دادن. اگر قرار بود مشکلات مسلمان ها به دعا حل شود، خب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از غار حرا پایین نمی آمدن، همونجا می نشستن، همونجا دعا میکردن یا رب مردم مکه مسلمان شود، همه مسلمان می شدن. از اونجا دعا میکرد یا رب مردم طایف مسلمان شوند. دیگه چه نیازی بود که در طایف برن، این همه سنگ بخورن، چوب بخورن، دست و پایشان زخمی بشه، در بدر، در احد، در خندق، در تبوک، در خیبر خون بدهند، زخمی شوند، این همه صحابه شهید شوند. دعا دیگه کار پیرزنا و پیرمردایی است که دیگه هیچ استطاعت جهاد، حرکت، زحمت، تلاش، کوشش رو ندارن. اونا دیگه میشینن در گوشه خانه دعا میکنن. درست.
اما اینکه آیا ما مثلا از الله سبحانه و تعالی مهربان تر هستیم؟ نه خیر، الله سبحانه و تعالی مهربان است و همه کاری که الله سبحانه و تعالی انجام میدهد به خیر انسان هاست. ببینید امروز شاید عده بگویند که 40-50 هزار نفر در غزه به شهادت رسیدن، کلا غزه خراب شد، این همه مصیبت در آنجا آمد، نتیجه چی شد؟ ببینید جهاد، مبارزه به خاطر نتیجه‌ای که من و شما باید ببینیم نیست. اگر دنبال نتیجه بودن، خب رسول الله صلی الله علیه وسلم با 313 نفر به بدر نمی رفتن. دنبال نتیجه بودن 72 نفر در احد به شهادت نمی رسیدن. اگر مسئله قیاس و نتیجه مطرح می بود در غزوه احزاب اصلا قابل مقایسه نبود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل یهود، مشرکین، اعراب همه بایستن و مبارزه بکنن. نتیجه به دست الله سبحانه و تعالی است و ما نتایج فداکاری ها و قربانی هایی رو که مردم غزه دارن میدن ما داریم میبینیم. شما تصور بکنید، فکر کنم در اروپا زندگی میکنید، مثلا همین رسانه ها، تظاهرات مردمی، عکس العملی که عموم ملت های اروپایی انجام دادن در بعد از جنایاتی که در غزه صورت گرفت، آیا سابقه داشت؟ سابقه نداشت. همه افکار عمومی یک دفعه بر علیه اسرائیل شد. به خاطر چی؟ به خاطر این خونهایی که در اونجا ریخته شد و نتیجه این قربانی ها رو ما حتما و 100% خواهیم دید، زیرا الله سبحانه و تعالی ملتی را که در راه او جهاد بکنن، در راه او قیام بکنن، نتیجه خونهایی که ریخته میشه، قربانی هایی که داده میشه را حتما مسلمانان و بشریت خواهد دید. مانند این است که امروز یک نفری بگوید که مثلا امام حسین رفت با 72 نفر در کربلا به شهادت رسید، خب چی شد؟ یا امام احمد ابن حنبل مثلا این همه زندان شد، زجر کشید، خب میرفت یک مجامله میکرد در قضیه خرق قرآن، تمام شد رفت. یا اینکه مصعب ابن عمیر یا صحابه‌ای که در دوران هجرت و بعد از هجرت به شهادت رسیدن، اینها خب چی نیاز بود که برن خودشون رو قربان بکنن؟ اما همان قربانی ها بود که امروز مسلمان ها درس استقامت، درس پایداری، درس آزادگی رو میبینن. اگر امام حسین، امام احمد ابن حنبل، اگر بقیه صحابه بزرگان، امام ابو حنیفه در مقابل ظلم و ستم، یا ابن تیمیه رحمت الله علیه ساکت می نشستن، تسلیم می شدن، خب امروز برای ما یک دلیل بود که فلانی تسلیم شد، بیا ما هم تسلیم شیم. زنده و سلامت باشین استاد. و یک گفتنی دیگر بفرمایید. گفتنی داشته باشین به حکومت. روز اخبار افغانستان را میدیدم، همین کسایی که متقاعد هستند اینا رفته بودن به سازمان ملل به خاطر شکایت کردن که حکومت تقاعد اینا را پرداخت نمیکنه. من واقعا باعث یک مسلمان احساس کردم که بی با کدام حالت رسیدیم که ما میریم به یک سازمان غیر مسلمان، بله، از یک مسلمان شکایت میکنیم که تقاعد ما را پرداخت نمیکنه، زن اولاد ما گشنه است. درست. واقعا در داور بودم این صحنه رو دیدم و همین در فکرم آمد که که ما مسلمان ها از در شکایت از یک حکومت اسلامی میریم به غیر مسلمان ها شکایت میکنیم که یک حکومت اسلامی رو شما بگوین که تقاعد ما را پرداخت کنن که درست ما زن و فرزند داریم. همین یک گفتنی اگه داشته باشین و اگر امکان باشه استاد بزرگوار یک روز یکی از این کسایی از حکومت امارت را دعوت بکنین و هم قسم که به شما زنگ میزنیم از اونا زنگ بزنیم سوالات خود را بپرسیم، اونا هم احساس بکنه که مردم وقتی که با یک رسانه باز اجازه داشته باشن مردم چی نظر داره. چشم. که من مطمئن هستم فعلا در افغانستان خب رسانه آزاد نیست، درست، کس نمیتونه آزاد گپ بزنه. بله. مگرچه برادر عزیز جناب صدیقی صاحب، من قبلا هم یعنی حتی از آقای مجاهد، از بعض دیگر از کسانی که خواستن در میدیا از طالبان فعالیت میکنن درخواست کردیم که در یکی از برنامه شرکت بکنن، به سوالات ما و بینندگان ما پاسخ بدن، اما تا هنوز جواب مثبت دریافت نکردیم و باز هم در این زمینه تلاش خواهیم کرد.
زنده و سلامت باشین استاد بزرگوار. من ویدیوهای شما رو پیش از اینکه شما ویدیو رو توته بکنین، من ویدیو رو توته میکنم، در صفحات مجازی نشر میکنم دیگه. شما و من خوب شکم سیل دشنام میگیریم از طرف روافض. من خواستم این رو بگویم که من ببخشید که ما با اسمشم شما دشنام میگیریم. ما برادر عزیز جناب صدیقی صاحب، گاهی اوقات که اینها توهین میکنن، اهانت میکنن، میدانید من خوشحال میشوم به خاطر اینکه ما هم در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یارانشان و اهل بیتشان توسط دشمنان دین مورد سب و لعن و توهین و اهانت قرار میگیریم. آیا خون ما از خون رسول الله صلی الله علیه و سلم رنگین تر است که به اونها کذاب گفتن، دروغگو گفتن، جادوگر گفتن، هزار یک دیوانه گفتن، تهمت هایی که نبود به ایشان زدن؟ حتی ببینید من گاهی اوقات به دوستانم و به همکارانم گفتم آیا ما در راه دین کسی به ناموس ما، به همسر ما تهمت زنا زده؟ اکثرا نه، نزده همچین کسی همچین تهمتی. لکن به همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت زنا زدن، تا امروز هم این تهمت ها را تکرار میکنن. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشین استاد عزیز. الله متعلق کنه. یک درخواستم داشتم استاد، صدای برنامه بسیار پایین است. من در وظیفه در کار می باشم، در گوشگی بشنوم، متاسفانه بسیار به مشکل میشنوم. چند دفعه از طریق مسیج کردم که صدایش یکم والیوم بلند بکنیم. چشم، این مشکل انشالله به زودی حل میکنیم. انشالله به زودی حل میکنیم این مشکل. زنده و سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین شما؟ سلامت باشید، زنده باشید. استاد انصاری صاحب چند سوال داشتم. سوال اول این بود که یعنی تاریخ بستن این پرچم‌های سیاه و این دسته‌های عزاداری که در سرک‌های افغانستان انجام میدن از چه زمانی هستن؟ و سوال دوم که استاد محترم که یعنی شما در سویدن هستید استاد محترم، در بعضی متوجه شدیم که در وقت نماز جماعت بعضی کسا هستن سجده طولانی انجام میدن. آیا یعنی حکم که میخواستم بفهمم که آیا سجده طولانی در وقت نمازهای فرادا انجام داده میشه یا که نمازهای جماعت؟ یعنی امام سجده طولانی میکنه یا مقتدیا؟ نه خیر مقتدیا. چشم این صحبت میکنم. و استاد محترم یک گفتنی به مردم شیعه افغانستان داشتم. بفرمایید. خطابم به کسایی است که تعصب ندارن، شیعه که تعصب ندارن. این حکومت آخوندی ایران بعد از اینکه با این دین خرافی خود ایران شکست خوردن و خیلی از این دین آخوندی زده شده. بله. و این آخونده برای بقای دین خرافی خود از مردم ناآگاه شیعه افغانستان استفاده میکنن. برای عزاداری، برای شلاق زنی استفاده میکنن. و چون ما در غرب هستیم استاد محترم، در یک چیزی فکر شده که اکثر این تکیهگاه ها و جایی که چی دارن اینا اکثرا از افغانای متاسفانه هزاره ما هستن که در چی هستن، در این تکیهگاه ها میرن و در سوشال میدیا میبینیم که متاسفانه استاد محترم شما را بسیار چی میکنن؟ بفرمایید. الله متعال شما را حفظ کنن. خیلی چی میکنن و متاسفانه من میخواستم از اینا پرسان کنم که از خودم یا خونده خودشان پرسان کنن که شما که ادعای اهل بیت میکنین، همین حضرت حسین چه قسم نماز میخوان؟ آیا 5 وقت میخوان یا 3 وقت؟ آیا حضرت حسین آیایش هم میشوش یا مسح میکرد؟ حضرت حسین چه قسم روزه میگیره؟ آیا اهل بیت مگر ادعای محبت اهل بیت ندارن؟ مگر اهل بیت عزاداری میکرد؟
پیامبر علیه السلام نه برای حمزه انجام دادن، نه برای هیچ کدام از اصحاب خودشان انجام ندادن. باز یک آیت از فراموش شده استاد محترمی که بعضی کسا هستن که فکر میکنن که برای، یعنی دقیق آدم نمیگه که میگه که بسیار کسا هستن که فکر میکنن که کارهایی که انجام دادن ثواب بوده، در حال که در روز آخرت همه ایش چی میشه، باد هوا میشه. درست. آیتش فکر یاد نیست. باشه، در این مورد هم صحبت میکنیم. الله متعال از شما راضی باشه. استاد محترم، سلامت باشید. الله باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در جواب برادر عزیز باید بگیم که دسته‌های عزاداری اصلا عزاداری از که شروع شد. در یک برنامه‌ای که من هفته گذشته داشتم، یا امین هفته روز سه‌شنبه بود، در مورد کتابی صحبت کردیم به نام، دوستان عزیز اگر نشان بدن، این کتاب روضة الشهدا. این کتاب روضة الشهدا، این کتاب در قرن نهم هجری، یعنی دقیقاً حدود 500 سال پیش، میتوانیم بگیم که 500 سال پیش این کتاب، تشکر میکنم دوستان عزیز، این کتاب نوشته شد و برای اولین بار سینه زنی و روزخوانی و عزاداری در زمان آل بویه، در زمانی که در دستگاه خلافت عباسی نفوذ کرده بودند و بعداً برای خودشان یک حکومتی تشکیل دادن، در تقریبا در قرن چهارم اینها این بدعت ها رو شروع کردن، بازارها رو بستن. من مفصل در این مورد در برنامه صحبت کردم، در برنامه عاشورا در روز سه‌شنبه در آن روز که دوستان از طریق یوتیوب میتوانن این برنامه رو ببینن. مفصل اینو توضیح دادم که این بدعت ها از کدام سال شروع شد. عموما عزاداری، روزخوانی، نوحه خوانی، پرچم سیاه زدن، در و علم کشی و بازارها رو بستن، به خیابان ها برآمدن، زنجیر زدن، سینه زدن، قمع زدن، همه این بدعت ها بعد از قرن چهارم در زمان آل بویه شروع شد و در زمان حکومت صفویان در قرن نهم هجری این به پایه اکمال رسید و جزئی از به اصطلاح قوانین شد. برای اولین بار بازارها را تعطیل کردن در روز عاشورا و عزاداری و این چیزا. نه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفته، نه در زمان صحابه صورت گرفته، نه در اهل بیت این کار رو کردن. هیچ کدام از بزرگان اهل بیت هیچ روایتی وجود نداره که اونها روزخوانی کرده باشن، سینه زنی کرده باشن، زنجیر زنی کرده باشن، پرچم سیاه و سفید و سرخ جایی نصب کرده باشن و این اعمالی که امروز به نام اونها شیعیان انجام میدن. حتی این مسئله رو آیت الله مرتضی مطهری در این کتابش، در کتاب حماسه حسینی، دوستان اگر که نشون بدن این کتاب رو، کتاب حماسه حسینی است، سخنرانی‌های آیت الله مرتضی مطهری، در این کتاب تشکر میکنم، ایشان این مسئله رو مفصل توضیح داده که از صفحه 81 به بعد اگر شما بخوانید، صفحه 81، 82، 83، 84، 86 و 87 و در اینجا این کتاب روضة الشهدا رو در موردش دقیقاً صحبت میکنه که این ملا حسین کاشفی، مردی که واعظم بود، اتفاقاً این بی‌انصاف مرد باسوادی بود، کتابایی هم دارد و این شخص کتاب روضة الشهدا رو می‌نویسه. در بین شیعیان میگفته شیعه هستم، در بین اهل سنت خودش رو حنفی نشان میداده. این انسان این کتاب رو نوشت و در زمان صفویه خلاصه این بدعت‌ها به اوجش رسید، قبل از اون وجود نداشت. در مورد نماز جماعت برادر عزیز سوال کردن که بعضیا سجده‌های طولانی میکنن. ببینید نماز جماعت برای چی است؟ نماز جماعت برای این است که یک شخص به عنوان امام در جلو ما قرار میگیرد و ما از او متابعت میکنیم. متابعت امام برای چی است؟ برای این که از او متابعت صورت گیرد، نه مخالفت و نه سبقت. اینها مخالف دین و شریعت است. یعنی از امام سبقت نمی جوییم، از امام تخلف نمی کنیم، متابعت از امام می کنیم. دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن، در احادیث صحیحی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم
روایت است از ابی هریره رضی الله تعالی عنه، روایت است قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما جعل امام لیتم به. امام به خاطر این قرار داده شده است که لیتم به، امام به خاطر این قرار داده شده که به او چیکار کنیم؟ ما از او متابعت بکنیم، نه مخالفت و نه سبقت. سبقت جستن از امام باطل است و تأخیر کردن از امام، تخلف کردن از امام هم باطل است. فاذا کبر فکبروا، وقتی تکبیر گفت، امام گفت الله اکبر، شما باید متصل پشت سرش بگید الله اکبر. و اذا قرأ فانصتوا، اگر قرائت کرد گوش بدهید. و اذا قال غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین. و اذا رکع فاركعوا. و اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. و اذا سجد فاسجدوا، وقتی که سجده کرد شما سجده کنید. و اذا صلى جالسا فصلوا جالسا اجمعین، وقتی که نشست در نمازخانه شما هم بنشینید. و این حدیث رو دوستان عزیز ابو هریره رضی الله تعالی عنه در بخاری شماره 734 و مسلم شماره 414 روایت میکنه. و در روایت دیگری که اینم در بخاری 689 و مسلم 411 روایت شده است که انس ابن مالک روایت میکنه که امام رو به خاطر این قرار دادن که از او متابعت شود، به او اقتدا شود. و اگر که نشست بنشینید، اگر بلند شد بلند شوید، و اگر رکوع کرد رکوع کنید، و اگر که از رکوع بلند شد شما هم بلند شوید، و اگر که سمع الله لمن حمده گفت شما ربنا ولک الحمد بگویید. و در حدیث دیگری که باز در مسلم و بخاری، در بخاری 688 در مسلم 412 روایت است، همین مطلب آمده است از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. از برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه همین چنین این روایت بخاری 811 مسلم 474 آمده است که همه اینها دلالت به چی میکنه؟ دلالت به این میکنه که ما باید از امام متابعت بکنیم. در حدیث دیگری از ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که انما یخشى احدکم او الا یخشى احدکم، آیا میترسن برای بعضی از شما یا آیا شما نمیترسید برای خودتان اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار، کسی که پیش از امام سرش رو بلند بکنه خداوند سرش رو مانند سر الاغی بگردانه، او یجعل الله صورت حمار، یا که خداوند شکل او رو مثل شکل الاغی بگردانه. و این مسائل خیلی مهمی است که در نماز جماعت متاسفانه در خیلی از مساجد ما مراعات نمی شود. یکی بعضیا موافقت میکنن با امام، یعنی امام که گفت الله اکبر اینم میگه الله اکبر، با امام یک جا میگه الله اکبر. این غلط است. موافقت، مخالفت و سبقت از امام غلط است. آنچه که صحیح است متابعت از امام هست. خوب دقت بکنید. مخالفت از امام، تأخیر کردن، موافقت با امام برابر یک عملی را انجام دادن، و یا سبقت جستن از امام، اینا همه اعمالی است که مخالف دستورات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حتی مثلا شما دقت کرده باشید سنت در سلام دادن این است که وقتی که امام میگوید السلام علیکم و رحمت الله، بعد از این که و رحمت الله گفت باید مقتدیا برگردن بگن السلام علیکم و رحمت الله. و اگر سمت چپ میگه السلام علیکم و رحمت الله، بعد از اینکه و رحمت الله گفت مقتدی باید برگرده به سمت چپ بگه که السلام علیکم و رحمت الله. اما در مساجد ما دیده باشید با امام برابر به راست سلام میدن، با امام برابر به چپ سلام میدن، و این مخالفت سنت است. این موافقت با امام است، متابعت از امام نیست. ببینید امام میگه الله اکبر، وقتی گفت الله اکبر دستانش رو بست، مقتدی‌ها باید بگن الله اکبر دستان خودش رو ببندن. بعد از اینکه به رکوع میخواد بره بگه الله اکبر، به رکوع که رفت بعد از اون مقتدی‌ها باید به رکوع برن. سمع الله لمن حمده که گفت بلند شد، بعد مقتدی‌ها بلند بشن ربنا ولک الحمد. همینطور سجده ها. به هیچ عنوان انسان نباید از امام سبقت بجوید یا تخلف بکند یا موافقت بکند.
سنت این است که و تاکید بر این است که متابعت از امام باید صورت بگیرد. در مورد نمازهای پنجگانه و شیعیان، ببینید من بارها گفتم در برنامه‌های مختلفی مطلب رو ذکر کردم که شیعیان ادعا می‌کنند که پیرو علی هستند، شیعه علی هستند، اما یقین داشته باشید که در هیچ یک از مواردی که در دین مبین اسلام وجود دارد و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در این مورد رفتار می‌کردند، اینها با ایشان موافقت نمی کنند، بلکه مخالفت با دستورات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برخلاف ادعایی که دارن که میگن ما پیرو علی هستیم، ما از علی پیروی میکنیم، دروغ میگن، این کارو نمیکنن. من فقط یک نمونه، مثلا شما همه عاداتی رو که امروز مختص شیعیان هست رو شما همه اینها رو جمع بکنید، هیچ کدامش موافق با دستورات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نیست. و دلیلم من از کتاب‌های خود ما نمیارم، از کتاب‌های خودشان میارم. به طور مثال شما در نامه 52 نهج البلاغه، دوستان عزیز اگر این رو نشون بدن، این نامه، این کتاب نهج البلاغه است، اینم سال چاپش، اینم نامه 52 عربیش، اینم ترجمه فارسیشو من برای شما به خاطر اینکه راحت باشه برای دوستان میخونم. وقتهای نماز پنجگانه. این وقتهای نماز پنجگانه نیست که حالا حضرت علی در جای نشسته باشه، تقیه کرده باشه یا همینطوری یک حرفی زده باشه. این فرمانی است که فرمان مثل فرمان ریاست جمهوری، فرمان پادشاهی، نامه به فرمانداران شهرها درباره اوقات نماز، بعد از اینکه ایشان خلیفه شدن به شهرداران، به والیان خودشان این امر به اصطلاح امیری رو فرستادن. چی گفتن؟ پس از یاد الله و درود نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که آفتاب به طرف مغرب رفته، سایه آن به اندازه دیوار آغل بز گسترده شود. دقیقاً وقتی که اهل سنت نماز میخوانند. نماز عصر را با مردم انگامی بخوانید که خورشید سفید است و جلوه دارد و پاره ای از روز مانده که تا غروب میتوان 2 فرسخ راه را پیمود. دقیقاً وقتی که امروز اهل سنت نماز میخوانند. و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزدار افطار و حاجی از عرفات به سوی منا کوچ میکند. دقیقاً وقت اهل سنت. و نماز عشا را با مردم وقتی بخوانید که شفق پنهان و 1/3 از شب بگذرد. دقیقاً وقتی که اهل سنت میخوانند. و نماز صبح را با مردم هنگامی بخوانید که شخص چهره امرای خیش را بشناسد و نماز جماعت را در حد ناتوان آنها بگذارید و فتنگر نباشید. خب الان اهل سنت شیعه علی هستن یا اینایی که ادعا میکنن که شیعه علی هستن اینا شیعه علی هستن که نماز ظهر رو با عصر میخونن، مغرب رو با عشا میخونن؟ بعد اگر گفتی در صحیح مسلم یک روایت دارن اهل سنت که پیامبر ظهر و عصر رو نمیدونم بدون سفر و بدون مطر بدون باران یک جا خون. خب شما شیعه بخاری و مسلم هستید یا شیعه علی هستید؟ طبق ادعای خودتون، طبق منطق خودتون دارم میگم. آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار این کار رو انجام دادن برای آسانی امت بوده که یک روزی اگر ما هم خواستیم میتوانیم که بنابر ضرورتی این کار رو انجام بدیم، چون دلیلی داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار این کار رو انجام دادن. اما همیشه دستورشان بر این بود که نمازها را باید در اوقاتش خوانده شود. حتی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرضی که در اوقات مخصوص فرض شده است. پس اینایی که ادعا میکنن شیعه علی هستن شیعه علی نیستن. شیعه علی کسانی هستن که از علی پیروی میکنن. و بله، تشکر میکنم از این بیننده عزیز و بزرگوار. تماس بعدی رو بگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، زنده باشید. من تاجیکستان جوان از تاجیکستان بفرمایید برادر عزیز، الله مطالب استان کنه. شما بیننده‌ایم که این دعوت رو انجام میده و ما میخواهیم که با اونان شما همین دعوتگر این سریم از شما یک دعا طلب داریم که در ما دعا کنیم که با اونان شما در راه دین الله، در راه حق، با خاطر الله، فقط با خاطر رضای الله دعوتگر این سریم. الله سبحانه و تعالی شما را مانند صحابه و تابعین و علمای بزرگوار اسلام خادم دین بگرداند، عالم دین بگرداند. الله سبحانه و تعالی شما را با انبیا و صدیقین و شهدا محشور بگرداند برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. الله مطالب استان کند. یک سوال داشتم. بفرمایید. درباره ریبا، همین ریبایی که از بانک‌ها این رو میگیرن مثلا در تاجیکستان، بله. اگر با خاطر مثلا زمینی که میگیری با خاطر خانه ساختن، اگر از بانک پول قرض بگیری، همین زمینی که میگیری برای خانه در همین زمین زندگی کردن آیا چگونه جواز دارد؟ برادر عزیز، من قبلا در این مورد مفصل در یک برنامه صحبت کردم که هر قرضی که سود داشته باشد، فایز داشته باشد و ماهانه مقداری پول بانک بر علیه شما در حساب شما بر علیه شما این رو حساب بکند، 1%، 5%، 10%، هر چقدری که باشد، این مبلغ سود است و این قرض سودی است. خانه‌ای که بر اساس این قرض ساخته شود، عبادت انسان حتی در این خانه بنابر قول بسیاری از علما قبول نمی شود، چون که اساس این خانه بر اساس حرام ساخته شده است. این که بعضی از علما آمدن ماستمالی کردن که والا این طوری است و اون طوری است و ضرورت است و فلان است و علان است، اینا اعتباری ندارد با احترامی که به آنها داریم. اما مسئله دین در اینجا، رأی و نظر دین واضح و آشکار است. هر پولی که قرضی که گرفته می شود و درصدی فایز یا سود به بانک پرداخته می شود، این قرض ربوی است و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید یمحق الله الربا. الله سبحانه و تعالی ربا رو چی میکنه؟ چنان نگفته که از بین میبره، نگفته که نابود میکنه. یمحق الله الربا یعنی چنان این رو له میکنه، نابود میکنه، از بین میبره که آثارش هم نمیمانه. به خاطر همین کسانی که با قرضهای ربوی تجارت میکنند، با قرضهای ربوی خانه درست میکنند، با قرضهای ربوی سرمایه گذاری میکنند، همیشه ببینید که در بدبختی، در فلاکت، در مشکلات زندگی میکنند. برادر عزیز، تشکر از شما. تشکر استاد. زنده باشید. دوستان عزیز، من یک مطلبی رو خدمت شما عزیزان میخوام در برنامه امروز اینجا پخش بکنم. اگر به یاد داشته باشید، یک وقت من برنامه‌ای داشتم، تقریباً میشه گفت حدود قبل از آخرین برنامه آن روی سکه در قبل از ماه رمضان، یا اولین برنامه بعد از ماه رمضان، بله بعد از ماه رمضان بود. عنوان این برنامه بود سگ‌های جهنم در دنیا. بعضی از دوستان خب بهشون برخورده بود که چرا شما این اصطلاح رو ذکر کردید و فلان اینها. در مورد کیا بود؟ در مورد همین جماعت تکفیریایی که چپ و راست تکفیر میکردن. محمد انصاری کافر است، فاتح کافر است، این کافر است، اون کافر است، و استادانشان که اونها رو همیشه برایشان بهبه و چهچه میکردن و از اونها تعریف و تمجید میکردن. خلاصه و صحبت هایی هم در اون برنامه ها داشتم که من قسمت هایی از اون رو این برنامه از دوستان عزیز اگر نشون بدن خدمت شما بگذارم. هزاران دختر و زن مسلمان شدن که با خودشان در اروپا نشستن،
خودشان در بلژیک و در دانمارک و در اوکراین و در روسیه و در آلمان و در این کشورها آرام نشستن، پاسپورت اروپایی سر جیبشان، پول سوسیال میخورن، جوان بیچاره و بدبخت از روستاهای تاجیکستان فریب میدن که الا برین دولت اسلامی است در سوریه و در عراق. بیچاره بدبخت میره در اونجا خودش کشته میشه، بعد زنش هر روز ببینی که یک نفر نکاح کرده میگیره، آخرش هم زنایشان دخترای جوانشان امروز در زندانهای روافض در عراق زندانی هستند. شبانه 10 نفر از افسرای رافضی در آنجا به ناموس زنان مسلمان در اونجا تجاوز میکنن به خاطر این ابو فلان ابو علان خبیث ظالم جنایتکار که حتی مردانگی ندارد که اسم اصلی خودش را آشکار بکند، در اروپا نشسته زیر سایه استخبارات صلیبی، ماش از اونها میگیره، حقوق از اونها میگیره، صبح تا شام تبلیغ الا برین که دولت اسلامی حکومت اسلامی، برید فلوجه، برید و بصره، برید و کرکوک، برید و فلانجا برید که اونجا حکومت اسلامی است، خلافت است. در بدر کردن جوانهای مسلمان رو. و این علمایی که امروز ساکت می نشینند، دعوتگرانی که امروز به مصلحت است، والله نوبت تک تکتان می رسد. تک تک شما رو یک روزی گفته بودم که تک تکتان هدف اینها قرار خواهید گرفت، به دست اینها ترور خواهید شد، کشته خواهید شد. وظیفه تان را انجام بدهید. مبارزه با این گروه، با این فکر متطرف متشدد تکفیری خارجی وظیفه و وجیبه تک تک علما و دعوتگران است. این صحبت هایی بود که در اون مورد کرده بودم و کلیپ هایی هم از اینا پخش کرده بودم که گفته بودن فلانی کافر است و این کافر است. در اون موقع خب استادای اینا که هستن، استاد داعی و استاد راسخ، از اینها طرفداری میکردن و اینا رو تعریف میکردن و تمجید میکردن و تزکیه میکردن. این هم صبح تا شام فقط کارشان بود که این کافر است اون کافر است، تو کافر گفتن مسلمان ها، فریب جوان ها رو. سبحان الله. همون یک روزی در یکی از برنامه گفته در روزی خواهد رسید که اینا به جان هم دیگه میافتن. بعد یکی از دوستان گفته امکان نداره، چطور امکان داره که اینا به جان هم دیگه؟ گفتم حالا ببینید. و اینها به جان هم دیگه افتادن و الان همون ابو محمد مدنی که تا دیروز جناب استاد راسخ میگفت، جناب استاد داعی میگفت، الان شروع کرده اونو تکفیر میکنه و استاد راسخ داره اینو تکفیر میکنه. و این مشکل فکر تکفیری است. تکفیری ها از زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که خوارج که به وجود آمد، اینها اول گفتن که علی کافر است، بعد گفتن که معاویه کافر است، بعد گفتن علی و معاویه کافر است، بعد همه صحابه رو تکفیر کردن، بعد اهل مدینه رو تکفیر کردن. خلاصه و هر کدام از صحابه رو که میدیدن به عنوان که این مرتد است، این کافر است، میکشتن. بعد از اون خودشان به جان هم دیگه افتادن، این اینو بکش، این اونو بکش. این فکر چون مخالف قرآن است، مخالف سنت است، مخالف ارشادات الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، عاقبتش همین رسوایی است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اینا چه زیبا میفرمایند که یقتلون اهل الاسلام و یترکون اهل الاوثان. اهل اسلام را میکشند و بت پرستان و مشرکین را رها میکنند. دقیقاً صفت این جماعت است. این کلیپ رو ببینید، جنگ این دو نفر رو، مدنی و راسخ رو. ابو جبون دوستا تسکیه که ما دادیم از این اعلان براعت میکنم، بیزاری میکنم. ما براعت خود را آشکار و واضح اعلام میکنیم از معروف راسخ. این تو زندیق هستی. براعت خودمان را از این کافر، از این مشرک، از این ملعون لعنه الله اعلام میکنیم. این خبیث زندیق یهودی صفت، این تحریری، این جاهل، این بی منهج خبیث، این متکبر جاهل، زندیقای بیدینای مرتدا، خبیث جاهل، کودن نیمچه ملا، راسخ احمق، خبیث است زندیقه، معروف راسخ مشرک خبیث خائنش. چوچه گورباچوف بودن بدرای از اینا. این احمق بی ادب، این جبان ترسو، اخلاق نداره، اخلاق صفر است. یعنی این مذهب جدید است. نام این مذهب راسخیه، افغانیه، جاهلیه تحریریه.
این خبیثا قرآن انکار کردن. معروف راسخ زنديق مشرك، ابو الغريب مشرك، ابو الغرباء مشرك. فعلا یک خبیث است که زندیق شده، مردم فریب میته دوستا. معروف راسخ کافر هست یا نیست؟ این تو خبیث پلیت است. کذاب جهمی کافر نمیپرسم، و شما را میپرسم که تو خنزیر پلیت. معروف راسخ دروغگو است. بسیار بی حیا است یادا. این جهمی های زمانه مثل که محمد معروف راسخ و مثل ابوالغریب کذاب. شما کفار هستید. مذهب مشرکی ای راسخی است. این بیدینه، این خبیث زندیقه. لعنت الله علیکم ای خبثو، ای جوهلو، ای مشرکین، ای مرتدین. خبثا، این نجسا، این یهود صفتا، این مفترین ها، این بهتانگرا. شریفته سخنی جدید معروف راسخ مشرک خبیث لقب نشوید. شنیدن دست که دین از یاد بگیری حرام است دوستا. این بسیار بی دین بی ایمان است. این فعلا داره آیستا آیستا گمراه کرده رئیس، جوانا را بی غیرت کرده رئیس. بین میگه درس بخوانین خلاص. این خبیث زندیق یهودی صفت و ظالما و یهودی صفتا نام مسلمانی را نمیگم. ای جاهل زندیق ناموس نداری، آخر ناموس نداری ای قوم جاهل احمق. زندگی از سلب با کدام شخص استعمال میکردن؟ سکندر ابو جبون. این شد. این دوتا عالم خودشان رو میگرفتن. یکیش نشسته بود ابو محمد مدنی، هر روز 4 تا جوان رو جمع میکرد، درس داشت. و اینم استاد راسخ معروف که ایشان هم درس داشتن و تعداد شاگردها داشتن و هر روز جمع می شدن. ببینید دوستان عزیز، این که دیروز برایم دیگه حفظه الله تعالی بارک الله فی، بدون حفظه الله اسم دیگه رو ذکر نمی کردن اینا. به خاطر یک نقدی که در مورد صحبت‌های من در مورد استاد پردل که صحبت شده بود، من صحبت کرده بودم، همین سکندر ابو محمد مدنی آمد و خلاصه هرچی از دهنش آمد گفت که بله شما چطور جرأت کردید؟ امروز در دنیا فقط 2 نفر هستن، 3 نفر هستن که امروز در دنیا اینها در راه حق هستن. یکی ابو محمد مدنی است، یکی معروف راسخ است، یکی عبدالظاهر دایی است. چی شد؟ یک باره این بین میگه بیناموس، این بین میگه مشرک، این بین میگه کافر، این بین میگه زندیق، این بین میگه تا به درجه فسق رسیده. مثلا من تعجب میکنم که استاد راسخ مثلا میگه که پدرای اینها چوچای گورباچوف بودن. سبحان الله. یعنی یه صفات منافقین است که اذا خاصم فجر، که وقتی که با کسی دشمنی کرد، با کسی مجادله کرد، به سرحد فسق و فجور میرسه. چرا انسان باید اینطوری باشه؟ تو چی میدانی که پدرهای اینها در مقابل کمونیسم، در مقابل دشمنان اسلام برای حفظ دین در تاجیکستان چه قربانی هایی دادن؟ فسبحان الله. و از این طرف اینو ببینی که این معروف راسخ فلان است، مشرک است، این است، اون است. دوستان و جوانانی که فریب اینها رو خورده بودن، فریب قال الله و قال رسول گفتن اینها رو خورده بودن، عاقبتتان مثل همینها است. باور به خدا بکنید کسی که در این منهج باشد، در این را باشد، روزی میرسد که پدر خودش رو کافر تکفیر میکنه، مادرش رو تکفیر میکنه، خواهر برادرش رو تکفیر میکنه، شهر و دیارش رو تکفیر میکنه، امت اسلامی رو تکفیر میکنه، و با همین افکار و با همین منهج اینها جوانان مسلمان رو دارن فریب میدن که به دل خودشان میخوان درس توحید و درس عقیده به اونها بدن. این نمونه ای از توحید و عقیده و اخلاق این مردم است. الله سبحانه و تعالی اینها رو هدایت بکنه و اگر قابل هدایت نیستن شر اینا رو از سر امت اسلامی دور بکنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله صدای شما هست، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بزرگوار خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ زنده باشید، الله مطالعه استان کنید. بفرمایید.
استاد بزرگوار، ما از فعلا از ولایت کابل به تماس میشم. اول خود نخواست در خبر ما خیلی خرسند هستم که با شما هم صحبت میشم و تقریبا برنامه چهارم است یا ششم است دقیق یادم نه، با شما به تماس میشم. اما الحمدلله ولی که بالاخره با شما با تماس شدم. سلامت باشید استاد. الله شما را اجر بده که این تکفیرها را و قلات و افراطیها را شما افشا میکنین و به مردم میاد عقیده درست و صحیح اهل سنت و جماعت بدون تعصب. یک نکته که بسیار من شما خوش دارم است که شما مولای هستن که تعصب نداریم، به خاطر که من خودم استاد گرامی، من خودم حافظ قرآن هستم ماشاءالله و یک وقت مولای امام مسجدم بودم اما حال فعلا نیستم. او افراطیتی که او تعصبی که او یعنی گمراهی که ما در ملاها و متاسفانه در قاری‌ها دیدیم دیگه در هیچ کس ندیدیم استاد گرامی. همینطوری باشه. اما یک گفته و در وطنها و در اطراف این موضوع بسیار مشهور است، میگه وقتی که ملا گمراه شد و حاکم گمراه شد میگه کل زنده ملت گمراه میسازه. درست. استاد گرامی، از زندگی شخصی خود بگم استاد، ما حدود 11 ساله بودم که طبعا که افغان ها که هستن در عموم حنفی هستن. درست. ما 11 ساله بودم که ما مذهب حنفی را ترک کردم و اهل حدیث شدم و سلفی شدم و الحمدلله ما یعنی سلفی و اهل حدیث افراطی نبودم و یعنی قسمی که آنهایی هستن که غلو میکنه افراط میکنه. درست. در با فرقه های دیگه با مردم فرقه های دیگه هم میشتم، مثال اسماعیلیه بود و یا شیعه بود، تبلیغی ها و مثال همی 4 طریقه که از چشتیه و قادریه و سهروردیه و اینی 4 فرقه است و صیفیه هم از شتم. درست. یک نکته که ما استاد گرامی متوجه شدم استاد تا این بود که همه اینها یعنی خدمت به اسلام نمیکنن، همه ایشان خدمت به فرقه میکنن. درست. دیگه باز حدود 7 سال استاد ما اهل حدیث بودم و سلفی بودم. باز بالاخره ما به این نتیجه رسیدم که بیادر یعنی فایده نداره آدم به خدمت نکنه، باید به اسلام خدمت کنه. بله. حال فعلا استاد از همه فرقه ها و که چی که از یک استاد یک نکته رو بگیم بسیار جالب متوجه شدیم. بله. برادرای اهل حدیث سلفی موضوع رو میگه که مثال دیگه فرقه ها رو و باطل است یا به حق از هر چی است یا رو میگن که تقلید میکنن، اما یک چیز دیگه استاد تقلیدی که سلفی ها هم میکنن استاد متوجه نمیشن. درست. درست. یعنی ما که متوجه شدم همین خود این برادرای اهل حدیث سلفی اینها هم در تقلید کورکورانه و گمراهانه در این مثال یگان البته کلشان رو نمیگیم. بله. اما در این مرض یا هم تا یک سرحدی را مبتلا هستند. فرقشان این است که گفته خودشان و میگن که مثال این دیگه فرقه ها را میگه، حنفی ها را میگه و دیگه برادرای اهل سنت میگه که مثال شما تقلید مرده ها را میگنید یا باز تقلید زنده ها را میکنم. اینو میبینن استاد که بالاخره میبینیم که اینو دیدیم نه حالی به درجه رسیدن که یک دیگر تکفیر میکنن و تزکیه نفس یک دیگر میکنن و به یک دنیا یک عالم مجازی به خود جور کردن، یک عالم جدا جور کردن. اما یک وقتی که شاید گرامی شما متوجه شده باشین موضوع تکفیر که با سبب به شهادت رسیدن استاد مبشر مسلمی هاشن. بله. وقتی که اون موضوع خیلی گرم شده بود در بین جوانا، باز افراد مجهولی که هیچ یعنی اصل نسبشان به ما معلوم نبود و کی بود و فقط صدایشان هم میشنیدیم، اینقدر یعنی یا قلیل ادب بودن و اوباش بودن که علمایی که صدای حق را در هر جای بلند میکرد وارا تو بسیار بخش میگم حمارهای مجازی میگن وارا. درست. ما ایران من این چی موضوع بود که یعنی یک بچه خامو که هیچ یعنی در علم از گفتارایش معلوم میشه که در علم با اون درجه نرسیده است، یک عالم حق پرست را که داییده که زندانها را تیر کرده و شکنجه دیده، در بگرام بوده، در پلیچرخی، در هر زندانی بوده، تو میای بیادر خند توی ده اقدر بیادب گستاخی میکنه در حقش. من استاد گرامی موضوع را با خیلی ها شریک ساختیم الحمدلله
درست. که الله متعال میفرماید یکی از قرآن که حدیث الله متعال میگه که ملت ابیکم ابراهیم و هو سماکم المسلمین. دقیقاً. الله متعال میگه که ملت بابای شما پدر شما ابراهیم علیه السلام که او ما را مسلمان گفته، خب ما دیگه به نامهای دیگه چی ضرورت داریم؟ دقیقاً. و دیگه موضوع دیگه امو حدیثی هست امو باب ملاحم که است که وقتی که یک صلحنامه یا عهدی که پیمانی که بین مسلمانان به رهبری امام مهدی و بین رومی ها می شود، باز می که رسول الله مبارک می فرماید که باز یک دشمن شما می باشه و دشمن از مشترک می باشه و که باز مسلمان ها و اونها غالب میشه. وقتی که پس مسلمان ها برمیگردن پیروز میشن و غنایم میگیرن در موساهای دابق امروز که است در فکر کنم در کشور سوریه است، در آنجا میگه یک صلیبی میگه صلیب پلند میکنه و میگه که غلب الصلیب. در اینجا استاد گرامی اگر شما جوانا متوجه شوند، رسول الله صلی الله علیه و یک موضوع رو میگه در اینجا میگه یک شخصی فیغضب رجل من المسلمین، میگه یک کسی از مسلمان ها قهر میشه که چطور یک مشرک یک صلیبی میگه و میگه که صلیب غالب شد. یعنی سعی کنید رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که یک شخصی از مسلمان ها، یک مرد از مسلمان ها قهر میشود، غصه میشود. نگفته که فیغضب رجل من الحنفیه او شافعیه حنبلیه ظواهریه شیعیه یا مثل اسماعیلیه دیگه زیدیه و غیره فرق ها کی هستند. دقیقاً. اگر همینجا خیر استاد می کسایی که بزرگان ما بودن و یعنی باباهای ما بودن و خو مثال او یک مجبوریت بود دیگه، در اون وقت اینقدر علم نشر نشده بود، حالی که ما که از بزرگان میشنیم به خاطر یک کتاب اگه قدری بود دیگه یک 3-4 قریه سفر میگردن که پیش یک مولا پیدا شد و هم میفهمید از یاد میگرفتن. حالی الحمدلله زمانی است که در یک کلیک کتابهایی که مثال در بعض زمانها سرشان قیدات بود و استفاده نمیشد، الحمدلله علم خیلی نشر وسیع شده. دیگه پایان استاد گرامی از طریق این برنامه شما با جوانان می است که اگر خدمت میکنین با اسلام خدمت کنید، با نام مسلمان خدمت کنین، با نام فرقه هیچ، یعنی من استاد تمام مردم هر فرقه نشست برخاست کردم. صیفی را دیدم که در ذکر غلو میکنم، تبلیغی را دیدم که در تبلیغ غلو میکنه، یک تبلیغ کتاب یک نام فضایل اعمال گرفته، پشت امور گرفته. هر فرقه و علا که هست پشت یک بزرگ فرقه را گرفته و یک کتابش گرفته تا بالا مو از دیگه نه پیش رفتن است نه پس رفتن است. و در این فکر مفکوره است که کامیابی امت مسلمه دمی است که همگی در فرقه ما داخل شد. دقیقا. اینی موضوع است. دیگه استاد یک سوال میکنم بیگان وقت بفرمایید. امام مهدی چطور امت میدونه که یک دست کنه و یک جای کنه؟ من خب میبینم بسیار تقریبا ناممکن میبینم. بله. این سوال ما را جواب نازگیرم. باشه چشم. زنده باشید. الله متعال احسان کنه. سلامت باشید برادر عزیز. ببینید زمانی که سیدنا مهدی به دنیا می آید و دعوت می کند مردم رو، زمانی است که مردم به وسیله یعنی بعضی فکر میکنن که حضرت مهدی آمد یک پف و چف میکنه و خلاصه یک با یک وسایل ماورای طبیعی به اصطلاح میاد مردم رو هدایت میکنه. نه، امام مهدی میتواند که یک رئیس جمهور باشد، میتواند یک فرمانده نظامی باشد، میتواند یک عالم دین باشد، میتواند یک فرد عادی از جامعه باشد که مردم رو بر اساس قرآن و سنت، بر اساس قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیکار میکند؟ مردم رو به راه راست هدایت میکند و مردم دور او جمع میشن. و این کارم کار ساده ای نیست. یعنی ما وقتی که روایاتی که در مورد وضعیت آن زمان و مشکلاتی رو که مهدی مواجه میشه که مردم مخالفت میکنن، مردم به خاطر مسائل مادی، به خاطر قدرت، به خاطر منصب چیکار میکنن؟
در مقابل دعوت او می ایستند. به همین دلیل کار حضرت مهدی هم کار ساده ای نیست و مثل کار انبیا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما تصور بکنید که یک شب قبل از اینکه وحی نازل شود و مردم رو به طرف توحید فرا بخواند، محمد امین بود. همه پیشو امانت‌هایشان رو میگذاشتن، بهش احترام میگذاشتن، سران مشرکین بهش احترام میگذاشتن، بهش میگفتن محمد امین. به مجرد اینکه دعوت توحید رو شروع کرد، شد دروغگو، شد جادوگر، شد نمیدانم دیوانه، هزار یک تهمت رو به او زدن. هیچ دعوتگری، هیچ مصلحی، هیچ پیامبری از این مصائب و از این مشکلات مستثنا نیست. هر کسی که در این راه قدم گذاشت این رو باید متحمل شود. و اینکه برادر عزیزمان فرمودن که در اسلام این به اصطلاح تعصبات مذهبی و شخصی و سلفی است و حنفی است. ما پیام ما از روزی که از اولین برنامه‌ای که من داشتم تا امروز، پیام ما امین است که ما بگذاریم الله سبحانه و تعالی به ما میگه که ولا تزکوا انفسکم، شما خودتون رو تزکیه نکنید. امروز ببینید من سلفی هستم، من موحد هستم، من نمیدونم فلان هستم. تو با رفتارت، تو با کردارت، تو با اخلاقت باید مردم به تو بگن که تو پیرو سلف صالح هستی، تو موحد هستی. نه اینکه تو خودت رو بیایی. در زمان این تازه امریکایی اومده بودن، یک از برادرای سلفی تماس گرفته بود، گفتم خب تازه فکر کنم برنامه‌های رادیویی رو ما شروع کرده بودیم. گفت والله الحمدلله ما یک شهرکی درست کردیم به نام شهرک توحید، همه برادرای سلفی رو در اونجا جمع کردیم. گفتم خاک بر سرت با این فکرت. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شهرک به نام شهرک محمدیه درست میکرد، ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و حسن و حسین و فاطمه و خدیجه رو میگرفت میبرد اونجا، دیگه میگفت بقیه مردم به جهنم. وظیفه دعوتگری نیست که تو برای خودت شهرک توحید درست بکن، در اونجا بخور و بخواب، بقیه مردم الی جهنم و بئس المصیر. نه، وظیفه یک موحد این است که باید در بین جامعه باشد، باید با جامعه زندگی بکند، با مشکلات آنها، با سختی‌های آنها صبر داشته باشد، تحمل داشته باشد، حکمت داشته باشد و همون مشکلات و سختی‌هایی رو که سلف صالح ما دیدن در راه دعوت، در راه توحید باید متحمل شود. متاسفانه این برداشت غلطی است که عده‌ای دارن و تعصب، چه تعصب مذهبی باشد، چه تعصب سلفی باشد، چه تعصب حنفی باشد، همه اینها مذموم است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حیاک الله استاد عزیز و بزرگوار. امیدوارم که هر کجا باشید خوب و سر حال باشید. اما درو که این برادر عزیزمان فرمودن که باید ما تعصب نداشته باشیم، زیرا که خداوند هم در قرآن میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان الله یعنی قرآن و سنت چنگ ببنید و پراکنده نشوید. یعنی تعصبات مذهبی نداشته باشیم. درست است که من هم الحمدلله فارغ التحصیل مدرسه دارالعلوم زاهدان هستم، حنفی هستم ولی متعصب نیستم، چون که خداوند در قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس از آگاهان بپرسید اگر نمیدانید. اما در قرآن نگفته فاسألوا اهل المذهب ان کنتم لا تعلمون، از یک مذهب نگفت. همونطور که شما میگید ما تعصب فقط به الله و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم، ولی من خود را حنفی معرفی میکنم که من در فقه و در عقیده حنفی هستم، تعصب ندارم. ماتریدی نیستم، اشعری نیستم، حنفی هستم، تعصب ندارم. همونطور که ابو حنیفه هم گفته رحمه الله اذا ساء الحدیث و هو مذهبی، احادیث صحیح مذهب من است. استادان من اساتید بزرگوارم مولانا عبدالحمید، مولانا عبدالغنی بدری برای من چنین درس دادن که الحمدلله حنفی واقعی تربیت کردن. بار دیگر از ایشان تشکر میکنم برای زحماتشان و سپاسگزارم. حتی ببینید استاد، من یک زمانی با این آقای ابو محمد مدنی بحث میکردم، سعی میکرد با من به لهجه من صحبت بکنه، میگفت قانون هایی که درست کرده. بابا جان من گفتم در لهجه فارسی ایرانی قانون ها استفاده نمیشه، قوانین میگن در ایران. اگر دوستان ما باشن در اینجا هیچ کس قانون ها من نشنیدم توی ایران، نه در مشهد، نه در تهران، نه در زاهدان کسی قانون نمیگه. قانون هایی که برآورده
بابا جان تو اصلا همین به همان لهجه، من معذرت میخوام، من قوم پرست نیستم، به همان لهجه تاجیکی خود صحبت بکن، سعی نکن به لهجه ایرانی صحبت بکن، نمیتوانی بابا جان. یک روز میگفت اشاعره ها، اشعری ها حداقل بگو، اما لهجه فارسی رو خوب بلد نیست، باز ایراد میگیرد برای من و شما، تکفیر میکنه، را کافر میکنه. با عرض مدد من نمیخوام که او را مسخره بکنم، در حقیقت من این کلیپ شما را دیده از خوشحالی باز در می آوردم. الله المستعان. یه دیگر داشت تکفیر میکرد، این را کافر میگفت، این را کافر میگفت. از ابتدا از همین آقای محمد معروف و راسخ و از عبدالظاهر دایی با عرض معذرت من خوشم نمی آمد. استاد مبشر مسلمی ها رحمه الله و شیخ متوکل را دوست می داشتم، ولی از این دوتا خوشم نمی آمد، که اینا از همان اوایل معلوم بوده که تکفیری بودن. با عرض معذرت من در کوچکترین اشتباهی مردم را مثلا تکفیر میکردم. اگر شما همین رو اگر متوجه شده باشید دوستان بزرگوار، آیا درست نمیگویم؟ درست. بعدش هم یکی از مشکل دیگر این اساتید این بود، گرچه ما احترام داشتیم به استاد دایی، به استاد راسخ، بارها مهمان ما بودن، با دیده قدر به اونا نگریستیم، همیشه احترامشان را داشتیم. منتها جالب این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند انصر اخاک ظالما او مظلوما. روزی که همین ابو محمد مدنی و دار و دستش منو تکفیر میکردن، استاد فاتح رو تکفیر میکردن، همه دعوتگران رو تکفیر میکردن، استاد دایی صداش در نیومد، استاد راسخ صداش در نیومد، بلکه آمدن تایید کردن. ما حتی پیام فرستادیم برای این دو استاد بزرگ، از طریق یکی از دوستان پیام فرستادیم که بابا شما حداقل اظهار نظر بکنید، این طرف میاد به نمایندگی از شما تکفیر میکند ما رو. بعد استاد آمد و برنامه گذاشت و یک کلیپ بسیار کوچک، یک پیام صوتی فرستاده بود که والا به ما مربوط نیست و هر کس هر گپی میزنه و فلان میکنه و اینا. چطور به شما مربوط نیست؟ مثلا من امروز بیام بگم که مثلا اسم شما احمد است، بگم من به نمایندگی از شیخ احمد همه مسلمانان دنیا رو تکفیر میکنم. خب مردم از من میپرسن، از شما میپرسن که آقای شیخ احمد شما اجازه دادی که انصاری مردم رو تکفیر بکنه؟ شما بگید والا، شما بگید که والا به من مربوط نیست. چطور به شما مربوط نیست؟ ایشان دیروز سکوت کردند و همین آتش فتنه‌ای که خودشان افروختن امروز دامنگیر خودشان شد. بله کاملا درسته استاد، من باهاتون موافقم. یعنی این حتی من میگم این حماقته. واقعا حرکتی به اعلام تو صحبت میگید تو مثلا به ما مربوط نیست. یعنی حماقت است. اصلا یک تشکر میکردم شما الحمدلله صحبتی در مورد امام حسین سرباز یزید صحبت کردید، خیلی عالی بود. در لابلای صحبتتون از معاویه رضی الله عنه دفاع کردید، زیرا که من و شما در ایران زندگی کردیم، میدانیم که بیشتر از همه به معاویه رضی الله عنه توهین میشد. حتی یادم هست در خیابان‌های اصفهان معاویه لعنت الله علیه مینوشتن. باور میکنید در ایران همینجوری بود؟ الله المستعان. اما من خیلی خوشحال شدم که شما در لابلای صحبتتون از این صحابه بزرگوار که یعنی میشود گفت که دروازه اصحاب است، سلف صالح امت او را دروازه اصحاب میدانستند. حتی عبدالله مبارک میگفت آن گرد و غباری که در بینی اسب معاویه رضی الله عنه در هنگام جهاد با رسول الله صلی الله علیه و بود، از هزاران عمر ابن عبدالعزیز بهتر است، زیرا که اینو باید همه بدانند که عمر ابن عبدالعزیز تابعی هست، نه در عدالت، نه در تقوا، نه در خدمت از معاویه رضی الله عنه بالا نیست. درست. بعد از امام حسن رضی الله عنه بهترین پادشاه اسلام معاویه رضی الله عنه است. عمر ابن عبدالعزیز نیست. معاویه رضی الله عنه از او بهتر است. درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالب سان کنه. یک چیز رو بگم، یکی از فرزندانم را اسمش معاویه گذاشتم. ماشاءالله. خود بنده هم اسمم محمد رسولی است. خدا یار و نگهدارتان. سلامت باشید. همیشه موفق باشید. همیشه برایتان دعای خیر میکنم. در دنیا و آخرت سربلند باشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوار. من امروز یک برادری باش صحبت میکردم، گفت من وارد فیسبوک شدم و در صفحه شما این مطلب رو دیدم و ناراحت شدم که شما چطور به سید شباب اهل الجنه میگید که سرباز یزید. دوستان عزیز، من همه بینندگان عزیز و گرامی را دعوت میکنم به این که تاریخ را دقیق بخوانید، تاریخ را با منهج محدثین بخوانید. مثلا امروز یک حدیثی رو در جایی شما میشنوید که علما نشستن، راویانش رو بررسی کردن، تک تک راویان رو بررسی سندی کردن، جرح و تعدیل کردن،
متن حدیث رو دقیقاً بررسی کردن و همین علم حدیثی که ما میگیم و در نزد اهل سنت این افتخار اهل سنت است که ما علم حدیث داریم که هیچ حدیثی رو بدون بررسی متنی و سندی قبول نمی کنیم و درجات حدیث صحیح و حسن و ضعیف الی آخره این در نزد اهل سنت است. بقیه مذاهب مانند شیعیان و غیره اینها این علم را از اهل سنت گرفتن. ما هیچ وقت بدون دلیل و مدرک یک حدیث را هم قبول نمی کنیم ولو که اون حدیث به نفع ما باشد. من واقعا یک حدیثی است خیلی خوشم میاد از منهج علمای حدیث. این حدیث 1,000,000% به نفع اهل سنت است و اون حدیث چی است؟ اصحابی که النجوم به ای منهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مانند ستارگان آسمان هستند، به هر کدام از اینها اقتدا کردید راهیاب میگردید. اگر اهل سنت اهل هوا و هوس می شدن می گفتن این حدیث صحیح است، اما اجماع محدثین اهل سنت بر این است که این حدیث دروغی است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته شده و اهل سنت این حدیث رو گرفتن که دروغ به رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته شده رو در زباله‌دانی انداختن. در سلسله احادیث مکذوب و ضعیف در اونجا شما می توانید این رو پیدا بکنید، در کتب احادیث صحیح نیست. این عدالت اهل سنت است، این انصاف اهل سنت است. به خاطر همین روایت های تاریخی را هم ما بدور از روزخوانی و نوح خوانی و سناریو نویسی آخوندهای شیعه و اینها باید تاریخ رو دقیق با سند، من نمیگم همه تاریخ رو، حالا مثلا در یک جای اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسیری از یک جایی میگذشتن، به یک قبیله‌ای در اونجا بودن از مسلمان ها، به اونا سلام دادن، ما بشینیم شب تا صبح این رو بررسی بکنیم که آیا این روایت درست است یا نه؟ نه، منظور من این نیست. منظور من آن روایات تاریخی که حساس است، مسائل اعتقادی است، مسائل کفر و ایمان است، مسائل اختلاف بین امت اسلامی است، مسائلی است که حساسیت برانگیز است، مسائلی است که سبب میشه که ما در مقابل عده‌ای از صحابه یا اهل بیت یا غیرهم موضع بگیریم. اینها باید دقیق بر اساس منهج محدثین باید چی بشه؟ این روایت ها بررسی بشه. بعد این روایت ها رو که بررسی کردیم، امروز با کسی از دوستان صحبت میکردم، گفتم خب این موقف شما در مورد معاویه، در مورد یزید از کجا گرفتی؟ گفت من کتاب خلافت و ملوکیت امام مودودی را خواندم. کتاب خلافت و ملوکیت امام مودودی یک کتاب تاریخ نیست. این تراوش فکری و برداشت امام مودودی رحمت الله علیه از یک وقایعی است که در صدر اسلام رخ داده. امام مودودی یک مفکر است، امام مودودی یک انسان دانشمند است، امام مودودی یک انسان سیاسی است، امام مودودی مؤسس یک جماعت یا حزب بزرگ اسلامی است که جماعت اسلامی در شبه قاره هند. اما امام مودودی مورخ نیست. امام مودودی رفته روایت تاریخی رو از کتب طبری و البدایه و النهایه و غیره خوانده، بعد آمده برداشت خودش رو در کتاب خلافت و ملوکیت نوشته. امام مودودی این علم و دانش و فهم و درک رو نداشته که روایات سره و ناسره رو از هم جدا بکنه و این نقص در مودودی رحمت الله علیه نیست. یک انسان نمیشه جامع الکمالات باشه، یک انسان نمیشه هم خلبان بشه، هم دکتر بشه، هم مهندس بشه، هم متخصص نمیدونم امور اقتصادی بشه و هم نمیدونم سیاستمدار بشه. نمیتونه. اگر بخواد همه این علما رو تا مرحله دکترا بخونه، عمرش 180 سالم بشه، براش کافی نیست. طرف میاد مویش سفید میشه تا مثلا میاد دکترا میگیره در جراحی قلب مثلا. متاسفانه بعضی از مفکرین ما، بعضی از دانشمندای ما، بعضی از رهبران حرکت‌های اسلامی فکر میکنن که جامع الکمالات هستن،
فکر میکنن که باید هم اینا در مورد حدیث نظر بدن، هم در مورد تفسیر نظر بدن، هم در مورد فقه نظر بدن، هم در مورد سیاست نظر بدن، هم حاکمن، هم قاضیان، هم شهیدن، هم متخصصن، همه کار هستن. نه، اینطوری نیست. امام مودودی یکی از خطاها و اشتباهات بزرگ ایشان همین کتاب خلافت و ملوکیت است که بر اساس نداشتن تخصص در تاریخ اسلام این کتاب رو نوشتن و سبب گمراهی و بدبختی میلیون ها نفر از جوانان مسلمان در شبه قاره هند و افغانستان و ایران و جاهای دیگه شد به وسیله این کتابش. و این کتاب یک کتابی است که مملو از چرندیات است. با عرض معذرت، ما با کسی مجامله نداریم. من مولانا مودودی رحمت الله علیه، من سال اول دبیرستان بود، تقریبا همه کتاباشو خوندم، همه کتاباشون رو، از قانون اساسی در اسلام گرفته تا خطبه نماز جمعه، ما و تمدن غرب، همه این کتاباش رو خوندم، فارسی شو، حتی کتابهاش که به عربی ترجمه شده بود خواندم. ایشان متخصص در تاریخ نبود که کتاب خلافت و ملوکیت نوشته. اصلا این حق را نداشت که در مورد این مسائل اظهار نظر بکنه. انسانی که نمیتونه در یک مسئله مطالعه بکنه، اطلاعات خودش رو کامل بکنه، حق نداره که بیاد باید در این مورد اظهار نظر بکنه تا سبب گمراهی مردم بشه، خاصتا کسانی که به عنوان قیادات و رهبرا و علما مطرح هستند. یا سید قطب رحمت الله علیه. سید قطب رحمت الله علیه با وجود اینکه یک ادیب بوده، یک ادیب است، یک ادیب، یک مفکر است، یک عالم دین نیست، یک متخصص در علوم اسلامی نیست. ایشان آمده گفته که مثلا ای کاش به جای عثمان علی خلیفه میشد. تو چه کاری که تو بیایی مثلا در مورد علی و عثمان تو اظهار نظر بکنی؟ روزی که عثمان خلیفه شد در اون مجلس علی بود، کبار صحابه بودن، حسن و حسین بود، مهاجرین و انصار بودن، مهاجرین و انصاری که الله سبحانه و تعالی اونها رو تزکیه کرده. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. همه مهاجرین و انصاری که در شوراهای مسلمان ها بودن، در بیعت رضوان حضور داشتن، الله از اونها اظهار رضایت کرد. یا در مورد صحابه میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از صحابه راضی شد و صحابه از الله راضی شدن به خاطر نعمت‌هایی که به او داد، به صحابه الله سبحانه و تعالی عطا کرد. بعد سید قطب رحمت الله علیه بیاد بگه که ای کاش اینطوری میشد. تو چه کاری که تو در مورد صحابه اظهار نظر میکنی؟ و این یکی از بی‌ادبی‌های سید قطب بود در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی دوتا نیست. و این سبب گمراهی خیلی از انسان‌ها شد. ما با هیچ کس مجامله نداریم در امور دین ما. خدا کنه سید قطب است، مودودی است، ندوی است، عدوی است، حنفی است، شافعی است، سلفی است، هر کسی که است، در امور دین با هیچ کس مجامله نداریم. سید قطب رحمت الله علیه، الله سبحانه و تعالی شهادتش رو قبول بکنه، مبارزه کرد با مفاسد، با فکرهای منحرف، با فلان علان. کتب او، آثار او سبب هدایت میلیون ها نفر از جوان ها شد. من بهتر از کتاب خصائص التصور الاسلامی یا ویژگی های بینش اسلامی، که این کتاب رو من کلاس هفتم بودم، یعنی تقریبا به سال اولی لیسه بود که من این کتاب رو خوندم، فارسیشو خوندم، بعد از فراغت چیزشو خوندم، عربیشو خوندم. یکی از بهترین کتاب‌هایی بود که در فکر و اندیشه من تأثیر به سزایی داشت. یا کتاب دیگری مثلا المعالم فی الطریق، کتاب خیلی جالبی است، کتاب خیلی زیبایی است. اینا همه کتاب‌هایی است، کتاب‌های فکری است. منتها آمد سید قطب رحمت الله علیه در مسائلی که تخصصش نبود، در مسائلی که اطلاعات نداشت، مطالعه نداشت، معلومات نداشت، اومد در اون مورد چیکار کرد؟ اظهار نظر کرد. اشتباه کرد. مگر این که امروز کسی بیاد بگه که سید قطب معصوم بوده، مودودی معصوم بوده. من یک صحبتی در مورد مولانا جلال الدین رومی داشتم، گفتم بابا پیغمبر نیست، کتابش قرآن نیست، نه او رو ده حدی برسانن برادران سلفی ما که بگن که مرتد، مشرک، کافر، خارج از دین،
و نه عده‌ای بیان او رو به حد خدایی برسانن، پیغمبری برسانن، از پیغمبرم بالاتر بدانن که نه معصوم است، هیچ گناهی نکرده. یک ادیبی بوده، شاعری بوده، الله متعال آنطوری که به اصطلاح ایمانش و عقیدش و خاتمش بوده باش معامله بکنه. ما نمیدونیم، الان ما نمیدونیم، هیچ کس همین رو نمیتونه ثابت بکنه که مودودی، سید قطب، مولانا رومی یا غیر اینها در پیشگاه خداوند چه معامله‌ای با اونها میشه. این با الله سبحانه و تعالی است. وظیفه ما بهشت و دوزخ روان کردن مردم نیست. ما آنچه که در موردش صحبت میکنیم، آقا اینا اشتباهاتی داشتن و این اشتباهات رو برای مردم بیان میکنیم، خوب رو از بد جدا میکنیم. و مثلا دوستی امروز تماس گرفته و میگفت من تاریخ طبری را خواندم و در تاریخ طبری چیزهایی وجود دارد در اونجا که انسان را به گریه میآورد. خب تاریخ طبری را خواندی، آیا لوط ابن یحیی ابی مخنف رو میشناسی؟ نه، نمیشناسم. یکی از راویان طبری است، شیعه رافضی متعصب. امام طبری یک مورخ بوده، خودش در مقدمه میگه که من روایات رو سره و ناسره رو جمع کردم، وظیفه شماست که تحقیق کنید، بررسی بکنید، صحیح رو از غلط تشخیص بدید، جدا کنید. ایشان جمع کردن تاریخ رو، هرچی که شنیدن از مردم، و به ما گفتن که من هرچی شنیدم نوشتم در این کتاب، شما بیاید اینها رو جدا کنید. بعدن علما آمدن روایاتی رو که شما در اون طعن صحابه رو میبینید، طعن بر معاویه میبینید، طعن بر عثمان میبینید، طعن بر عمر میبینید، طعن بر ابوبکر میبینید رضی الله تعالی عنهم اجمعین، همه این روایت ها رو لوط ابن یحیی روایت کرده و 2 تا راوی دیگری هست که حالا جایش نیست که ما بحث مفصل در این مورد بکنیم. الان تو لوط ابن یحیی رو نمیشناسی، سیف ابن عمر رو نمیشناسی، روات رافضی تاریخ طبری رو نمیشناسی که اینا بر اساس تعصبی که داشتن آمدن این روایت ها رو به دروغ نسبت دادن به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. وانگهی اکثر کتب تاریخ در زمان عباسی‌ها تدوین شده. در زمان عباسی‌ها یک نوع دشمنی دستگاه خلافت با بنی امیه داشتن. شما می‌دونید که عباسی‌ها آمدن با استفاده از نفوذ روافض و مختار ثقفی و غیره، خلاصه اینها بر این موج سوار شدن و به حکومت رسیدن. در بین بنی عباس خلفای مسلمان، دیندار، متقی، پرهیزگار هم بود، در بینشان خلفای ظالم، ستمگر، گمراه و ظالم بود. بنی عباس، فکر کنید که امروز مثلا در حکومت امارت اسلامی آیا کسی میتواند مثلا بیاد یک کتابی در تعریف و تمجید از اشرف غنی بنویسد؟ طبیعتا جرأتشو نمی‌کند این کارو بکنه. و اگر کسی هم بخواد امروز مثلا در زیر سایه حکومت امارت اسلامی یا در زیر سایه حکومت مثلا خامنه‌ای تاریخی بنویسد، طبیعتا بر باب دل اونها، به میل اونها می‌نویسد. مثلا محمد علی قبا رو ما داریم، تاریخ نویس افغانستان، بر میل کمونیستا نوشته. فرهنگو داریم که تاریخ نوشته، مثلا افغانستان در 5 قرن اخیر می‌بینید که این به نفع کمونیستا نوشته. چون دستگاه حکومتی و سیاست همیشه در این مسائل دخیل بوده، در مسائل مذهبی، در مسائل تاریخی. اکثر این کتب تاریخی در زمان عباسی‌ها تدوین شده و این که عباسی‌ها کینه داشتن، عداوت داشتن با اموی‌ها و این یک چیز مشهود است. به خاطر همین روایت‌های کتب تاریخی رو امروز مطالعه می‌کنید، با دقت بر اساس منهج محدثین روایات باید بررسی بشه. وانگهی در رابطه با روایت تاریخی که من خدمت شما عرض میکنم، ما باید هیچ وقت از عدالت، هیچ وقت از به اصطلاح انصاف نگذریم. همیشه با دید حقد و کینه و با یک پیش زمینه روایات تاریخی رو نخوانیم. اینطوری اگر روایت رو خواندی، آنچه که بر وفق مراد تو است اون برای تو خوب جلوه میکنه، اون برای تو صحیح جلوه میکنه، تو اون رو قبول میکنی. دوستان امروز مثلا اعتراض میکردن، میگفتن که خب شما در کلیپ نوشتی که حسین ابن علی سرباز لشکر یزید. این حرف محمد انصاری نیست. مصادر شیعه، مصادر اهل سنت متفقن در این که در زمان سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه لشکری برای فتح قسطنطنیه، استانبول امروزی آماده شد. این لشکر
فرماندهش کی بود؟ یزید ابن معاویه بود. سربازان این لشکر کیا بودن؟ عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، حسن ابن علی، حسین ابن علی، عبدالله ابن عمرو ابن العاص. بزرگان فرزندان صحابه بودن در این لشکر و اینها رفتن برای فتح قسطنطنیه، اما نشد. پس برگشتن، مدتی محاصره کردن، برگشتن و ابو ایوب انصاری در اونجا فوت کرد و قبرش هم تا هنوز در ترکیه هست. ببینید امروز به روایات تاریخی، به جنگ هایی که بین صحابه، به کربلا، به عاشورا، به موضوعاتی که در زمان معاویه، به صفین، به جمل، به اختلافات و جنگ هایی که بین سیدنا علی و بین سیدنا معاویه با دید قومگرایانه. یکی از کسانی که من اعتراض کردم در مورد صحبتاش، یکی این یک قوم، یعنی چی؟ میخواد جلوه بده به مردم که جنگ معاویه و علی جنگ بنی هاشم و بنی امیه بود و این خطا هست، اشتباه هست. یا اینکه جنگ بین صحابه جنگ اعتقادی بود، جنگ کفر و ایمان بود، جنگ ایمان و نفاق بود، جنگ مسلمان و کافر بود. این اشتباه هست. بابا شما تاریخ رو وقتی عمیق مطالعه بکنید، شما چیزایی رو در تاریخ میبینید تعجب میکنید. مثلا چی از امروز صبح تا شام در منابر شیعه یزید ابن معاویه لعن میشه. چرا؟ قاتل امام حسین. خب یزید رو میگن کی تعیین کرد؟ معاویه. شروع میشه به لعن معاویه. معاویه رو که تعیین کرد؟ عثمان. شروع میشه طعن عثمان. عثمان رو کی آورد؟ عمر. شروع میشه عمر رو کی آورد؟ ابوبکر. شروع میشه لعن ابوبکر. ابوبکر رو کی آورد؟ شورای سقیفه. پس همه صحابه از یک دم، کتاباشون رو که من بارها نشون دادم، همه ارتد الناس بعد نبی الا ثلاث، همه مرتد شدن غیر از مقداد و ابوذر و سلمان، بقیه همه کافر شدن. ببینید این تدرج در تکفیر صحابه سببش چی است؟ چون زبان در مورد یزید باز کردن، بعد از اون نوبت معاویه رسید. چون چی میگن؟ یزید رو معاویه تعیین کرد ولیعهد خودش، پس معاویه هم همینطور است. اما وقتی که میریم عمیق با بررسی تاریخ رو مطالعه میکنیم، میگیم نه، جنگ اسلام و کفر نبوده، جنگ بین مؤمن و مسلمان و کافر و زندیق نبوده، جنگ ذوق‌های سیاسی بوده، جنگ بر اساس سلیقه ها بوده، جنگ گاهی اوقات به خاطر امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته. این که من امروز یک مسلمانی رو ببینم بگم دروغ نگو، شراب نخور، زنا نکن، دزدی نکن، این به این معنی نیست که من بگم تو کافری. تکفیر صفت خوارج بود که بر اساس گناه کبیره مردم رو کافر میکردن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها به خاطر امر به معروف و نهی از منکر میره به طرف کوفه و قضیه جمل رخ میده. در صفین معاویه رضی الله عنه به خاطر اجتهاداتی که داشت میاد در اونجا با حضرت علی درگیر میشه و ما همه اهل سنت این عقیده، ما با کسی رو درواسی هم نداریم. علی خلیفه بود، ولی امر بود، اطاعتش واجب بود، علی به حق نزدیکتر بود نسبت به معاویه، این عقیده ماست. اما هیچ وقت به خود ما اجازه نمیدیم که بر کسانی که در مقابل علی بودن به اونها لعن بفرستیم، تکفیرشون بکنیم، با اونها فحش بدیم، ناسزا بگیم، یا با اونها چیزهایی رو نسبت بدیم که در اونها نیست. همه امروز در منابر در ایران میبینید، در شیعیان در حسیناش میبینید به یزید لعن میفرستن، یزید رو قاتل امام حسین میدونن. بله، یزید مسئولیت داشت در قتل امام حسین. یزید آنچه که میخواست گرفتن بیعت از فرزندان صحابه بود، مانند عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن زبیر، حسین ابن علی. همه اینا رو میگفت که اینها باید از اینها بیعت گرفته بشه، چون اینها رؤوس بودن، اینها کسایی بودن که حرفشون در بین مردم خریدار داشت. بعد هیچ وقت یزید هیچ کسی رو امر نکرده که برید ازش بیعت بگیرید، اگر بیعت نکرد گردنش رو بزنید. و روایت هایی هم که در این مورد هست، روایت هایی است که ساخته و پرداخته روات رافضی است. اما چی شد؟ یزید در مقابل قاتلین امام حسین، سید شباب اهل الجنه، از قاطعیت کار نگرفت. ما به خاطر همین به یزید رضی الله تعالی عنه نمیگیم، به یزید رحمه الله نمیگیم، یزید رو امیرالمومنین نمیخوانیم. میگیم بله یک پادشاهی بود، یک امیری بود، گناه کرد، اشتباهات کرد، معصوم نبود.
اما بعد که طرف مقابل میاد لعن میکنه، نفرین میکنه، کافر میدونه، فلان میدونه، بعد پدرش رو بعد از کسی که پدرش رو تعیین کرده، یعنی سلسله ادامه پیدا میکنه. در اون وقایع اون زمان کوفه رو دوستان عزیز اگر شما مطالعه بکنید دقیق در کتب تاریخ، در اون زمان حاکم کوفه کی است؟ عبیدالله ابن زیاد. سرلشکر عبیدالله ابن زیاد کی است؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. وقتی که حسین حرکت میکنه صحابه مانعش میشن، نصیحتش میکنن. در بین راه فرزدق رو میبینه، از او میپرسه که وضعیت کوفه چطور بود. میگه قلبهای مردم با توست، شمشیرهای مردم بر علیه توست. یعنی چی؟ مردم کوفه، شیعیان کوفه چیکار کردن؟ تو رو فروختن. علی الرغم همه این موارد حسین ابن علی میاد به طرف چیز نصیحتش میکنن تا میاد اونجا. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص پسر صحابی جلیل سعد ابن ابی وقاص هست، حسین رو دوست داشت. میاد در اولین سر راه امام حسین رو که میگیره، یا ابن بنت رسول الله، میگه ای فرزند دختر رسول الله، میگه نکن، برگرد، این مردم کوفه اینا دروغگوهن، این شیعیانی که در اینجا هن خائنن، به پدرت خیانت کردن، به برادرت خیانت کردن، به تو هم خیانت میکنن. هی راه امام حسین رو میگیره، نصیحت میکنه که نکن، یا ابن بنت رسول الله، نکن این کارو. و تا آخرین لحظه بنابر روایاتی که در کتب شیعه وجود داره سعی و تلاش میکنه که جلوی امام حسین رو بگیره و از کشتن امام و از گزندی به امام حسین برسه جلوگیری میکنه، تا اینکه عبیدالله ابن زیاد رو قانع میکنه با مکاتبه هایی که داره بین امام حسین و بین عمر سعد و بین عبیدالله ابن زیاد، که خلاصه امام حسین رو ول کنه که برگرده به مدینه یا بره به طرف شام. چون امام حسین سه چیز خواست. گفت یا بگذارید برم در یکی از مرزهای اسلامی جهاد بکنم، یا بگذارید برم دست در دست یزید بگذارم، یعنی با یزید بیعت بکنم، یا اگر این روایت به مزاج خیری و بر نمیخوره گفت بگذارید برم پیش یزید، یا اینکه برگردم به مدینه. عمر سعد با تلاش هایی که کرد ابن زیاد رو قانع کرده بود که یک مرتبه در اونجا یک از فرماندهان لشکری که در کوفه بود، شمر ابن زلجوشن، بلند شد و اعتراض کرد. گفت تو اگر این رو قانع نکنی، تو اگر این با تو بیعت نکنه، تو آبروی تو پیش امیرالمومنین، یعنی یزید میگفتن امیرالمومنین دیگه، پیش امیرالمومنین میره و تو خلاصه هیچ ارزشی برات قائل نمیشن، فردا هر کسی دیگه هم بلند میشه قیام میکنه. نه، تو بگو الا بالله که حسین باید بیاد با من چیکار بکنه؟ بیعت بکنه. وقتی این رو به امام حسین رسوندن، امام حسین گفت نه دیگه این ذلت رو قبول نمیکنم، ایهات من الذله، این ذلت دیگه قبول نمیکنم. حالا یزید یک چیزی من برم باش بشینم صحبت کنم یا بیعت بکنم، ابن زیاد کیه که من باش بشینم؟ همین بود که دید ابن زیاد که عمر ابن سعد داره مماطله میکنه، کارش درست انجام نمیده، یک عتاب شدیدی برای او فرستاد که اگر تو این کارو نکنی خانواده‌تو میکشم، فلان میکنم. این یک تهدید مفصلی که در تاریخ اومده. بعد شمر رو با 4000 نفر فرستاد و این شمر بود که امام حسین رضی الله تعالی عنه رو بر خیمگاهش حمله کرد، آتش زد، امام حسین رو سرش رو از تنش جدا کرد، حالا لگدمال کردن و خیلی از جنایاتی که صورت گرفته توسط شمر ابن زلجوشن و اطرافیانش که با او بودن صورت میگیره. حالا دوستان عزیز و گرامی، شمر کی است؟ شمر که از مریخ نیامده، شمر که از پیش معاویه و یزید نیامده، شمر که مثل قارچ از زمین سبز نکرده، شمر از شیعیان علی است. شمر از جمله کسانی است که در جنگ صفین فرمانده لشکر سیدنا، یکی از فرماندهان لشکر سیدنا علی بوده. تعجب میکنید، باور کنید این حقایق تاریخی رو وقتی بخونید تعجب میکنید. بعد متوجه میشید که اصلا جنگ سر اسلام و کفر نبوده، جنگ سر سیاست بوده، جنگ سر قدرت بوده. عده‌ای بودن که از این اختلاف طریقه ها و از این به اصطلاح کدورت هایی که بین طبیعی است بین انسان ها وجود داره، بین علی و معاویه و بین اینا وجود داشته، عده‌ای بودن که سوء استفاده میکردن. مثل که امروز افغان ها در بین خودشون به یک مشکلی برمیخورن، ایران و پاکستان سوء استفاده میکنه.
ایران کسایی که طرفدار خودش هست اونا رو تغذیه میکنه، پاکستان همچنین، تا در افغانستان آشوبی به ایجاد بشه و اونا در امان باشن. چون هر وقت در افغانستان حکومت قوی، یک حکومت مقتدر به وجود بیاد، هم به ضرر ایران است هم به ضرر پاکستان است. چون در طول این 100 سال اخیر ایران و پاکستان عادت کردن که در افغانستان حکومتی باشه که تابع اونا باشه، در خدمت اونها باشه، به اصطلاح سیاست‌های اونا رو اجرا بکنه، منافع اونها رو حفظ بکنه. بودن این همچین گروه‌هایی و شمر یکی از اونهاست. اما در کتب شیعه و در کتب تاریخ شمر یکی از یاران علی است. یعنی یاران علی به این معنی که یکی از شیعیان علی است، کسی است که در صفین، در جنگ صفین، در لشکر سیدنا علی است، میزنه چندین نفر از بزرگان شام رو میکشه و خودش هم از ناحیه صورت چنان زخمی میشه که حتی میگن که اون ضربه به استخوان صورتش رسیده بوده، زخمی میشه. همون آثار جراحتی رو که میگن در صورت شمر ابن ذوالجوشن بود به خاطر جنگ صفین بود. در جنگ صفین زیر پرچم سیدنا علی همین شمر با شامیا میجنگه و این شمر بعد از قضیه صلحی که بین علی و معاویه رخ میده رضی الله تعالی عنهما، لشکر علی رو ترک میکنه، قهر میکنه مثل خوارج، مدتی با خوارج، بعد از اون این ور اون ور و خلاصه سرحدش از کوفه به در میاد که جنایت کربلا رو انجام میده. الان وقتی که این وقایع رو میبینید که شمر در لشکر علی رضی الله تعالی عنه بوده، آیا به معاویه حق نمیدید که میگفت ای علی تو صفت رو پاک بکن، تو قاتلین عثمان رو در صف جا دادی؟ شمری ها و امثال شمری ها بودن که خلیفه مسلمان ها عثمان ابن عفان رو در مدینه به شهادت رساندن. سیدنا معاویه وقتی به صفین آمد برای علی رو کشتن نیامد، برای که علی کافر است نیامد. و علی وقتی به جنگ معاویه رفت به خاطر که معاویه کافر است نرفت، بلکه اختلاف در سلیقه بود، اختلاف در نظام حکم بود. معاویه میگفت علی جان این کسانی که در اطرافت هستن، امین باغیا و یاغیایی رو که خلیفه رو کشتن، اینها رو از اطراف دور کن، بده تسلیم من محاکمه کن که فردا همان مصیبتی که سر عثمان آمد سر تو میاد. همین شمر و امثال شمر بودن که عبدالرحمن ابن ملجم و حروریا و به اصطلاح خوارج که بعداً آمدن علی رو کشتن، و امین ها بودن که بعداً رفتن در کوفه مسکن گزیدن در اونجا، به خاطر طبعا یک نظام قبیله‌ای بود تا هنوزم به اصطلاح اون شعارهای قبیله‌ای و به اصطلاح چیزی که از زمان جاهلیت بود تا هنوز در بین مردم وجود داشت. ما داریم از سالهای از قرن اول هجری داریم صحبت میکنیم. بعد چی شد؟ شمر در کوفه جز سرلشکران لشکر ابن زیاد بود که ابن زیاد یک انسان فاسق و فاجری بود، یعنی نه صحابی بود نه کدام انسان متدینی بود، یک انسان قدرت طلب بود، یک انسانی بود که همه چیز براش قدرت بود. به اینم یک فرماندهی داده بود. الان ما اگر بر اساس منهج فریب خوردگان سنی های اثناعشری یا بر اساس منهج و روش شیعیان برخورد بکنیم، ما هم بلند بشیم بگیم که سبب کشته شدن امام حسین خود حضرت علی بود. چون اگر حضرت علی حرف معاویه رو گوش میداد، امثال شمر رو در لشکر خودش جا نمیداد، امام حسین در کربلا به شهادت نمیرسید. بعضی شاید بگن خب آقا انصاری تو این حرفا رو میزنی، دلیل بهتون نشون میدم. دوستان عزیز بسم الله. این کتاب است. نگیرین که کتاب ساخته و پرداخته وهابیون است و اهل سنت است و فلان علان است. این کتاب انساب الاشراف از بلازری صفحه 303. و کان شمر ابن ذوالجوشن فی کتیبه فی ما یقول بعضهم. بعضیا میگن که شمر ابن ذوالجوشن در جنگ صفین چیا بود؟ در لشکر سیدنا علی فرمانده یک گردانی بود در اونجا. و جعل علمی من عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب و علمی سر محمد ابن علی ابن ابی طالب و علی خیل الکوف فلان تا الی آخری. بعد در اینجا میگه و قال کلبی کانت رای علی یوم الصفین مع عمرو ابن الحرث ابن عبد یغوث ابن قشر الحمدانی. بر صورت این در مورد و جنگ صفین هست. میگه که شمر در اونجا بعضیا گفتن که چی بوده؟ فرمانده یک گردانی بوده در لشکر سیدنا علی رضی الله عنه
این کتابم کتاب خودشون هست، کتاب ما نیست. تشکر میکنم دوستان عزیز. سند بعدی رو دوستان عزیز ببینن. این هم از کتاب اعیان شیعه است. اعیان شیعه کتاب رجالی است، یعنی رجال شیعه، بزرگان شیعه رو در اینجا جمع کرده. از سید محسن امین است، جلد 1 صفحه 326. در اینجا بله میگه و شهد مع علی علیه السلام الجمل و سفین کما شهد سفین مع شبس بن ربعی و شمر بن زلجوشن الزبابی ثم حارب الحسین یوم کربلا فکانت لهم خاتمه سوء نعوذ بالله من سوء الخاتمه. میگه این کسانی که در اینجا ذکر میشه به امرای شبس بن ربیعی و شمر بن زلجوشن کسانی بودن که در سفین بودن. شهد مع علی علیه السلام الجمل و السفین، هم در جمل و هم در سفین. اینها کیا بودن؟ شمر بن زلجوشن جزء لشکر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود و به تفصیل این مسئله رو در اینجا ذکر میکنه در این کتاب که اینها در لشکر سیدنا علی بودن. در صفحه 326 کتابش اعیان شیعه. اینم از نسخه است از کتابخانه آیت الله العظما میلانی، از اونجا نسخه برداری شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. سند سومی که خدمت شما عزیزان در اینجا میخوام نشون بدم از کتاب مستدرکات علم رجال حدیث است، از شیخ علی النمازی شاهرودی، جلد 4 صفحه 220. از علمای علم رجال شیعه است و یکی از رجال شیعه. ببینید یکی از رجال شیعه کی رو ذکر میکنه؟ شخصیت شماره 6899 از رجال شیعه ذکر میکنه در اینجا. کی است؟ شمر ابن زلجوشن. تولد من الزنا، میگه از زنا متولد شده. و کان یوم صفین فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام، در روز صفین در لشکر حضرت علی بود. و قضایاه فی کربلا معروفه، کاری هم که در کربلا کرده معروفه که مختار اومد و بعد از اون کشته شد. خب و در طبری هم میگه ذکر شده که در روز عاشورا چیکار کرد؟ اصحاب عمر ابن سعد فرماه و شمر رو به سهم که شمر فلانی رو زد به چیز و کشت با نیزه و تا الی آخری. و بعد از اون میگه که در کتاب مصالب لحشام محمد الکلینی، یک از علمایی که زن زلجوشن یک روز خارج میشد من جبانت السبیع الى جبانت الکنده، یعنی از منطقه به منطقه خارج میشد. در اونجا میگه تشنه شد، یک چوپانی اونجا بود، از او آب طلب کرد، آب بهش نداد. گفت اگر آب میخوای بدم بگذار که من باهات زنا بکنم. زنا کرد و بعد از اون شمر متولد شد. خب این مسائلی است که اینا در کتابشون میگه این شمر اینطوری است. الان سوال ما اینجاست، مگه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بنا به قول شیعه امامی است که غیب میدونه، عالم غیب است؟ نمیدونست که شمر همچین آدمی است؟ نمیدونست که شمر همچین جنایتی میکنه؟ نمیدونست که شمر بلد زنا هست؟ طبق گفته اینها چطور در لشکر خودش جا داد؟ آیا معاویه برحق نبود در این مطالبه خودش که به علی بگه که اطرافیانت رو بررسی بکن، انسانهای بد رو از کنار دور بکن؟ در مستدرکات علم رجال شیعه شخصیت 6899 به عنوان یکی از شخصیت‌های شیعه علی در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم دوستان. کتاب چهارم، این کتاب مستدرک سفینة البحار است از شیخ علی النمازی شاهرودی، جلد 6 صفحه 43. در اینجا هم مسائل چیز است، شخصیت های شیعه است که شمر ابن زلجوشن علیه آلاف الالوف اللعنه، شمر زلجوشن که بر او هزاران هزار لعنت باد، تولد من الزنا، از زنا متولد شد. و کان یوم صفین فی جیش امیر المؤمنین علیه السلام، که در روز صفین در لشکر امیر المؤمنین بود. تشکر میکنم دوستان. شخصیت کتاب پنجم، این رو از کتاب نیست، مطلبی است در ویکی شیعه که سایت های معروف شیعه است که شخصیت های رو در اینجا زندگی نامش رو اینا نشون میده. در اینجا میخوانیم که شمر ابن زلجوشن خلاصه
کی بود؟ شمر پیش از آن در جنگ صفین در سپاه امام علی بود، ولی بعدها در جمع دشمنان امام و خاندان درآمد. زیارت عاشورا از شمر با لعن و نفرین یاد شده و او در مقابل مختار ثقفی شکست خورد و سر از تنش جدا گردید. شمر ذوالجوشن در ابتدا از یاران امام علی بود. خوب نگاه کنید. ولی وی در جنگ صفین آن حضرت را یاری کرد و در مبارزه با ادهم ابن محرز باهلی از سپاه شام صورتش به شدت مجروح گشت، اما بعدها از لشکر امام علی جدا شد و به معاویه پیوست. شیخ مفید در کتاب خود با ذکر واقع حضور ترماح در شام و رساندن جواب نامه امیرالمومنین به حضور شمر ذوالجوشن نزد معاویه اشاره میکنه. میگه پس از آن که امام حسین به کربلا رسید، عمر سعد فرمانده لشکر کوفه قصد جلوگیری از جنگ و خونریزی داشت و به دنبال راه حل مسالمت آمیز بود، اما شمر ابن زیاد را که به نظر می رسید با قصد عمر سعد موافق است به جنگ با امام تشویق کرد. در عصر روز 9 سال 61 قمری شمر با 4000 سپاهی و نامه تهدیدآمیزی از سوی ابن زیاد برای عمر ابن سعد به کربلا رسید. ابن سعد با دیدن نامه خطاب به شمر گفت کاری را که در آن امید صلاح بود تباه کردی. خلاصه وقایع طولانی است و در اینجا میگه در باره کسی که سر امام حسین را از تن جدا کرد روایت گوناگونی وجود دارد که در برخی از آنها از شمر نام برده شده است. به گفته واقدی شمر امام حسین را کشت و با اسب خود بدن آن حضرت را لگدکوب کرد. در برخی روایت گفتند که وی به سینه امام نشست و سر او را از قفا جدا کرد. در زیارت ناحیه مقدسه شمر قاتل امام حسین معرفی شده است. لعنت الله و ملائکه و همه جن و انس بر قاتلین سیدنا حسین ابن علی نوه گرامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. و این مطلب رو از این کتابم من خدمت شما عزیزان مستدرک سفینة البحار در اینجا این چاپ کتاب، اینم خود صفحه 43 شمر ابن ذوالجوشن علیه آلاف الالوف اللعنه تولد من الزنا و کان یوم السفین فی جیش امیر المؤمنین. تشکر میکنم دوستان عزیز. و همچنین این مطلب رو خدمت شما عزیزان از کتاب مستدرکات علم رجال حدیث از جمله رجال شیعه در صفحه 220 شمر ابن ذوالجوشن و کان یوم السفین فی جیش امیر المؤمنین در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. و این مطلب رو هم خدمت شما عزیزان در اینجا نشون بدم. این کتاب وقعت صفین نصر ابن مزاحم المنقری یکی از مورخین مورد اعتماد شیعه است که منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی این کتاب رو چاپ کرده. اینم شناسنامش است در اینجا. در سال 1380 این کتاب چاپ شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. این کتاب که نسخه چاپی اصلیش هم در دسترس ما هست. اینجا در این قسمت میگه عمر ابن سعد حدثنی یونس ابن ابی اسحاق میگه که ادهم ابن محرز یا محرز الباهلی میگه که در فلان منطقه بودم که هل رأى احدکم شمر ابن ذوالجوشن، کسی از شما در صفحه 260 شمر ذوالجوشن رو در روز صفین دید؟ فقال عبدالله بن کبار نهدی و سعید ابن خازم الصاوی سلوی نحن رأینا، ما دیدیمش. قال فأر رأیتما ضربت بوجهی، آیا در چهره ضربه ای رو دیدید؟ قال نعم دید. قال انا والله ضربته تلك الضربه بصفین، من این ضربه رو در روز صفین بر صورت او زده بودم. روایت دیگر هم از که در اینجا میگه که خرج ادهم من اصحاب یکی از یاران معاویه در جنگ صفین به نام ادهم خارج شد که شمر ابن ذوالجوشن با او درگیر شد. هر کدومشون یک ضربه ای زدن و ضربه ادهم بر پیشانی و صورت شمر خورد که حتی تا استخوانش رسیده بود و شمر هم ضربه ای زد اما نتونست کاری بکنه، پس برگشت به همون قرارگاهش. در این کتابم این مطلب در اینجا ذکر شده. تشکر میکنم دوستان عزیز. و این مطلب رو هم در اینجا خدمت شما عزیزان نشون بدم به عنوان مطلب پایانی در تنزیه الانبیا تصنیف سید
الشریف المرتضى علم الهدى ابی القاسم علی ابن حسین الموسوی متوفای 436، یکی از مورخین و علمای بزرگ شیعه، که در این کتاب در صفحه 224 میگه که میگه قال لعمر بن امام به عمر بن سعد چی گفت؟ اختاروا منی اما الرجوع الى مکان الذي اقبلت منه، به من اجازه بدهید یا برگردم به جایی که از آنجا آمدم، یعنی کجا؟ مکه یا مدینه، او ان ازع یدی فی ید یزید، یا اینکه دستم را در دست یزید بگذارم، یعنی چی؟ باش بیعت بکنم. ابن عمی، پسر عموی من. میدونید که یزید ابن معاویه پسر عموی حسین ابن علی هست، یعنی در نسب. کلاب که جد به اصطلاح عبدالمطلب جد مشترک بنی امیه و بنی هاشم است، فاینا پسر عمو هستند. یعنی در اصطلاح قبیلوی در بین اعراب، مثلا اگر من یک انصاری رو ببینم میگم این پسر عموی من است، به این معنی نیست که پدرش برادر پدر من است، به این معنی نیست که این از قوم من است، از قبیله من است. یا مثلا یک تمیمی یا یک جابری یا یک عتیبی عم قبیله خودش رو پسر عمو میگه. این اصطلاح است. گفت که یا بذار برگردم به مکه یا مدینه، یا اینکه اجازه بدید که انعزع یدی فی ید یزید ابن عمی لیرا فی رأیه، یا اینکه بگذارید پیش پسر عمویم یزید بروم ببینم که با من چی کار میکند. و اما ان تسیرونی الى ثغر من ثغور المسلمین فاکون رجلا من اهله لی ما له و ما علی، بگذارید مثل یک مجاهد برم در یک از جبهه های جنگ بر علیه کفار جهاد بکنم، مثل یکی از مردان مسلمان، چه حق و حقوقی که بر من هست و چه حق و حقوقی رو که من باید ادا بکنم. این رو خود علمای شیعه این رو در کتب تاریخشون ذکر کردن، اما این مسائل که ذکر نمیشه در منابر. یا در این کتاب، مثلا در این کتاب مقتل الحسین است، در اینجا هم همین مسائل ذکر میشه. اینجا رو مثلا ببینید، وقتی که میگه که امام حسین نزدیک کوفه رسید، و اونجا میگه پرسید از کسی که در مدرک ها علنا ام علینا، با ما هستن یا بر علی ما هستن؟ فقال بل علیک یا ابا عبدالله، بلکه اونا بر علی تو هستن. فقال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ثم ترد، بعد از اون لا حول کرد امام حسین و اون رساله پیامی رو که پیامی بود که به اصطلاح عمر ابن سعد مسلم ابن عقیل قبل از شهادتش از خواسته بود که پسرمو این پیام من رو برای حسین بفرست، بگو که نیا که مردم اینجا بیعتشون رو شکستن و تو رو میکشن. بعد از اون یعنی ابن سعد بارها سر راه امام حسین رو میگیره، بهش میگه که نکن، نرو، بل خود یا ابن رسول الله طریقا لا یدخلک الکوفه، یا ابن رسول الله کوفه نرو، غیر از کوفه یک راه دیگر بی، لا یوصلک الی المدینه اعتذر انا الی ابن زیاد، که من بتونم یک عذری برای ابن زیاد بیارم و خلاصه تو از این مخمسه من رو هم خلاص کن خودتم. اما امام حسین گوش نمی کرد تا اینکه نامه ابن زیاد رسید که در مورد حر ابن یزید که او رو هم به اصطلاح امر می کرد که چیکار بکنه، راه رو بر امام حسین ببنده، که بعداً داستان طولانی داره و حر میاد و در لشکر امام حسین قرار میگیره و آنچه که در تاریخ شنیدید. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوار، آنچه که میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که ما الان با این بررسی دقیق که ما تاریخ اسلام رو، تاریخ کربلا رو بخوانیم، اونجا متوجه میشیم که نه، واقعیت‌ها غیر آن چیزی است که آخوندها در سر منابر و آخوندها و دشمنان دین یا آن کسانی که از مانند مولانا مودودی، مانند سید قطب، مانند کسانی که در این مسائل اظهار نظر کردن، اونها خیلی از حقایق را یا نمیدانستن، خبر نداشتن، یا اینکه اینو نمیگم چون مسائل
باطنی است. الله سبحانه و تعالی به چه هدفی این کارو کردن، ولکن الله اعلم. من فکر میکنم که به خاطر جهلی بوده که در مسائل تاریخی داشتن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. شما لایف برنامه هستین یا؟ بله لایف هست، برنامه است. بفرمایید برادر عزیز. من میخواستم متاسفانه که همراه شما شخصی حرف بزنم، نتونستم تا به حال موفق شم. خوب است، شما پیام بگذارید در همین واتساپ، انشالله سر فرصت با شما تماس میگیرم. البته امشب نه، شاید فردا. بسیار خوب، تشکر از صدایتان. خوش شدم که صدایتان دارم. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. سلام علیکم اویس برادر عزیز، بفرمایید. سلام و رحمت الله برادر گرامی، اکای انصاری عزیز. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید. تشکر از شما. برادر گرامی، میخواستم در موضوعی که همین روز نگاه میکنی بسیار همین مسئله و شورا کمتر صحبت میکردم، بعد سوال میدادم که بفرمایید. سوال میپرسیدم از شما که همه شیعه های متعصبی که با مقدسات ما اهل سنت در عموم، نه در مسلمان ها اهل سنت، در عموم با مقدسات مسلمان های دنیا فحاشی میکنن و مقدسات ما تفسد میکنن، خب تحقیر و توهین میکنن، که این خودش دوستداری صحابگان، دوستداری اهل بیت یکی از واجبات ایمان است. بسیار ما را گپ راستش وای میکنه، شگفت کرده میکنه، بسیار ما را بسیار وای میکنه، قهرمون میبیاره که برای چی همین تخم فتنه از طرف اونها کشته میشود، برای چی سری راهی همین کارها را خودشون نمیگیرن. وقتی که ما جوابشون میتیم با برادران ناصح پیدا میشوند، مثال همین بین مثال شاعران پیدا میشوند، مثال تاجیکستان که مقصد شما کوتاه بیایید، مثال تخم فتنه نکارید، مثال و یا که هم تو خر کشیده شما مقصد بر خود دیوای نکنید که مثال وحدت این از بین نرود بین شیعه و سنی، مثال یا که برای همین من میخواستم از شما همین سوال بکنم که آیا به خاطر صلح و وحدت شده ما باید چشم پوشی کنیم و کوتاه بیاییم وقتی که به مقدسات ما توهین کرده می شود و تاخت و تاز میکنن به مادرمان عایشه رضی الله تعالی مثال هر خیل گپ‌های ناسزا میزنن، آیا ما باید خاموش بستیم؟ هر وقت که ما خاموش میستیم و یا یک قدم جلو میبیان به مانند که همین آقای رحمانوف هم هر یک کاری که کرد ما برای صلح و وحدت گفته سکوت رو اختیار کردیم، این امروز داریم نتیجه اش رو چشیده شدیم. برای همین برادرایی که ما رو دعوت میکنن که مثال کوتاه بیایید، مثال همین ها رو چی گفتنی هستی از نقطه نظری مثال خودتون، مثال خودت رو در می جایگاه یک مثال تاجیکستانی، یک دوملا، یک عالمی تاجیکستانی، مثال در جای حاجی میرزا خودت رو تصور کن که آیا همین شیعه‌گرایایی که خودفروشه که امروز رفتن در مثال ایران با مقدسات ما توهین میکنن، مثال خودت در جای حاجی میرزا باشی، آیا همین آینده همین تاجیکستان یکان خطر دارن از طرف همین شیعه‌های رافیزی؟ بله چشم، در این مورد صحبت میکنیم. مردم رو به چی دعوت میکنی؟ باش چشم، در این مورد همین رو بگیریم یا که جلویش گرفته شود یا که برای صلح و وحدت بین دولتی و مثال این وای گفته سکوت رو اختیار کنیم. باش چشم. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خداوند در مورد الله سبحانه و تعالی در مورد کسانی که کفاری که در مقابل مسلمان ها هستن یک مثال جالب میزنه در قرآن کریم. میگه تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. شما اونا رو فکر میکنید که با هم متحد هستن در حالی که قلوبشان پراکنده است، یعنی قلبهایشان با هم دیگه یکی نیست. وحدت، انسجام، همبستگی وقتی به وجود می آید که قلبها با هم وحدت و همبستگی داشته باشد. وقتی که یک گروهی بلند میشن، ما امروز مثلا چالش میدیم، تحدی میکنیم که در بین عموم اهل سنت و جماعت یک نفری رو پیدا نمی کنید که او شخص به سیدنا علی و اولاد علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین توهین و اهانت بکنه، لعن و نفرین بکنه. اما در طرف مقابل از عوام و خواصشان، از علما و از عامیانشان، حتی از کسانی که ادعای وحدت کردن مثل خمینی، وقتی به کتابهاشان مراجعه میکنی به مادرمان عایشه رضی الله تعالی عنها لعن نفرین تهمت میزنن، به اصحاب پیامبر لعن نفرین تهمت میزنن. چطور من اونها رو برادر خود بخوانم؟ چطور در کنار اونها ما وحدت داشته باشیم؟ وحدت وقتی به وجود می آید که بر اساس اسس باشد، بر اساس پایه های محکم باشد. وحدت بر اساس قرآن، وحدت بر اساس سنت، وحدت بر اساس محبت صحابه و اهل بیت. بله، این وحدت اهلا و سهلا، این وحدت رو در آغوش می گیریم. پیشانی مدعیان وحدتی که این اساس رو بگذارن می بوسیم. اما آن انسان دروغگویی که به نام وحدت شیعه و سنی میگه تو ساکت باش، تو چپ گپ نزن. امروز یکی با من صحبت میکرد، آی این اختلاف مسلمان هاست، آی مدغزه اینطور است، آی مسلمان ها داری. برادر عزیز، تو کجا هستی؟ امروز سبب این همه بدبختی های امت اسلامی کی است؟ همینایی که اختلاف پراکنده. شما یک نفر سنی رو بدید که داد اختلاف زده باشه. همیشه ما طرفدار وحدت بودیم، همیشه ما دست وحدت دراز کردیم. تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم. بیایید وحدت کلمه داشته باشیم. وحدت کلمه بر اساس این به وجود نمیاد که تو به مادر من تهمت زنا بزنی، تو به مادر من توهین بکنی، تو به یاران رسول الله که من آنها را از جان من بیشتر دوست دارم. والله بالله تالله، یاران رسول الله، همسران رسول الله را از مادرانمان، خواهرانمان، همسرانمان، عزیزانمان، فرزندانمان و حتی از جانمان هم بیشتر دوست داریم. اما کسی وقتی بیاد به اونها توهین بکنه، اهانت بکنه، بعد بگه بیا وحدت داشته باشیم، میگیم خداوند این نوع وحدت رو در دنیا و آخرت لعنت بکند. لعنت خدا بر این نوع وحدتی که من ساکت بنشینم در مقابل ناموس پیامبر، تو توهین بکنی، من ساکت بنشینم. به یاران پیامبر، به ناقلین قرآن و سنت به ما تو توهین بکنی، من ساکت بنشینم. بعد بگویی که وحدت، نه وحدت اینطوری به وجود نمیاد. وحدت وقتی به وجود میاد که تو صادق باشی در وحدت. وحدت وقتی به وجود میاد که من صادق باشم در وحدت. و صداقت در وحدت وقتی به وجود میاد که اساس و پایه وحدت ما قرآن و سنت باشد. اساس و پایه وحدت ما محبت قلبی باشد. محبت قلبی وجود نداشته باشد، وحدتی نخواهد بود. در صورت دوستان عزیز و بزرگوار، وقت برنامه به پایان رسید. دوست داشتیم که عزیزان دیگری رو هم در برنامه داشته باشیم، صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. اما وقت برنامه به پایان رسید. انشالله در روز سه‌شنبه فراموش نکنید، برنامه خیلی مهمی خواهیم داشت. یک دشمن اهل سنت، یکی از کسانی که توهین به امامان بزرگوار اهل سنت و به اسلام و مقدسات اسلام میکنه را خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد، به نام آیت الله واعظ‌زاده بهسودی، یکی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان که جدیداً خبر شدیم دم کشیده است و یک سری توهین‌ها و اهانت‌هایی رو کرده که انشاءالله به طور مفصل در برنامه روز سه‌شنبه روز سکه انشاءالله جواب خواهیم داد. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه تان را به الله یکتا می سپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني